بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران توحید، شیفتگان راه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و اهل بیت بزرگوارشان. با یکی دیگر از برنامه‌های حجت بی حجت در خدمت شما خوبان و سروران هستیم و بررسی روایات اصول کافی در موضوع حجت و اثبات امامت ائمه شیعه. آنچه که شیعه در موضوع امامت مطرح می کند و تعبیر و معرفی و تعریف شیعه از امامت با آن اوصافی که برای امامت قائلند و دلایلی که برای اثبات این ادعا در مهمترین کتاب روایی خود اصول کافی ذکر کردند. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و درس دیگر از بررسی کتاب اصول کافی. من در ابتدا عرض ادب و احترام دارم و به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز عرض سلام خدمت حضرت مولانا. جناب مولانا خوش آمدید. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که الله متعال روز به روز به علم ما و بینش ما و هدایت و استقامت ما انشاءالله بیفزاید و ما را توفیق بدهد که کارهایی را انجام بدهیم که هم در دنیا و هم در آخرت انشاءالله مایه سرفرازی و سربلندی ما و شما بگردد. آمین. در موضوع امامت از اونجایی که اصل و اساس باور تشیع هست و این صفت رو و این اصل رو وجه تمایز و تفاوت خود با دیگر انسان‌های روی زمین می‌دانند و اعتقاد به آن رو اصل اساس دین و باور خود می‌شمارند و غیر معتقدین به این اعتقاد رو منکرین این برداشت از امامت با تعبیر و مواصفات خاص شیعه رو کافر می‌دانند و بر مبنای همین تفاوت هست که بسیاری از کل اهل سنت رو هم تکفیر میکنند و میگن که اینها به خاطر دشمنی با امامت و به خاطر دشمنی با و نپذیرفتن و قبول نکردن این اصل اساس دین کافر هستند و بر همین مبنا اگر توبه نکنن از این اعتقادشون و دست بر ندارن و بر نگردن و قبول نکنن صفاتی رو که برای امامان شیعه ذکر میکنه، اینها در دوزخ خواهند ماند. همچین ادعای بزرگی نیاز به دلیل داره و نیاز به اثبات. ادعایی به بزرگی امامت مورد ادعای شیعه با اوصافی که فقط ما در دین مبین اسلام برای الله متعال در موضوع توحید مشاهده میکنیم. بسیار از صفات الله متعال رو برای بندگانش اختصاص دادن و برخی از صفات رو شریک دانستن و الله متعال رو هم در کنار این افراد ذکر کردند، اون هم من باب تقیه و صفات الهی رو به بندگان دارن، نیاز به ادعا، نیاز به اثبات داره و دلیل. در قرآن کریم، آن قرآنی که دست ماست که هیچ دلیل صریح و آشکاری برای اثبات این ادعا نیست. اگر کسی دارد باز در پایان برنامه صحبت خواهیم کرد با هم در این موضوع و اگر کسی ادعایی داره برای اثبات آنچه گفته میشه خواهیم شنید. در بررسی روایات مورد ادعای شیعه در برنامه حجت بی حجت، عزیزانی که از ابتدای برنامه همراه بودند، حضرت مولانا در بررسی روایات مورد ادعای شیعه در اثبات این درجه امامت بابهای مختلفی از کتاب اصول کافی مورد بررسی قرار گرفته و در برنامه امروز هم باب دیگری از کتاب اصول کافی رو، باب 71 این کتاب رو به همراه شما عزیزان ورق خواهیم زد و روایات وارده در این باب رو به کنکاش خواهیم گرفت و بررسی خواهیم کرد و ببینیم که آیا آنچه که در عنوان این باب ذکر شده با این تعبیر که ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل، امامان علیهم السلام
نور الله تعالی هستند. این عنوان این باب هست و حضرت مولانا در این باب و روایات این باب صحبت خواهند کرد و ببینیم که در این باب چه یافت می شود. حضرت مولانا شما و بینندگان هستید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید در مورد اصل امامت منسوسه در مذهب شیعه و با قرائت و دیدگاهی که شیعه نسبت به امامت دارند، قضیه امامت یک توهم و یک خیال هست و هیچ گونه اصلی و سندیتی از قرآن و احادیث و حتی از نظر عملی هم چنین اتفاقی در واقع نیفتاده و صرفا یک نوع توهم و خیال هست. نه در قرآن دلیلی رو دارد و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه در گفتار ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدین خاطر است که ما میبینیم که شیعه مجبور هست که آیات قرآن را تحریف بکند برای اینکه امامت را اثبات بکند، زیرا که بدون تحریف آیات قرآن هیچ گونه دلالتی از آیات نمی شود که در واقع دریافت کرد برای اثبات امامت منسوسیتی که شیعه به آن معتقد هست و قرآن رو باید تحریف بکنند. در روایات صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ گونه روایتی که دال بر امامت منسوسه و اون قرائتی که شیعه از امامت دارند و چون این دلالتی رو داشته باشه مطلقاً وجود ندارد. پس بنابراین مجبور هستند که روایاتی رو جعل بکنند. در آیات قرآن اومدند هر جا کلمه‌ای بوده که امکانش بوده که اینو به امام تعبیر بکنند، اینو تفسیرش رو نوشتند که منظور امام. هر جایی که بعوضه بوده و نحل بوده و نمیدونم شجره بوده و دابت الارض بوده، هر چیزی که در قرآن هست خلاصه اومدن فسفندش رو نوشتند که منظور علی هست و منظور نمیدونم که حیوان و چرنده و خزنده و پرنده، هر چیزی که بوده که امام مرادش امام مراد در واقع امام هست. روایات خیلی زیادی رو در واقع جعل کردن. همون گونه که شما اشاره کردید تمامی صفات الله متعال رو نسبت دادن به بندگانش، یعنی به ائمه خودشون و همین ائمه 11گانه و 12گانه که هیچ گونه دلیلی و مستند شرعی نه در قرآن هست و نه در سنت هست و نه در گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه از نظر عقلی هم. هیچ این ادعاهای شیعه نه با قرآن سازگار هست، نه با سیره رسول الله، نه با گفتار اهل بیت و نه با عقل سلیم هم در واقع هیچ گونه سازگاری رو نداره. نه در نقل ما میتونیم دلیل ثابت پیدا کنیم و نه در عقل. بله. ببینید شما وقتی که الله متعال از نظر عقلی هم وقتی ما نگاه بکنیم که الله متعال ما را مکلف کرده که ایمان بیاوریم، به قرآن ایمان بیاوریم، خب دلایلش هست. به بقیه اصول ایمان و ارکان ایمان، ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز قیامت، ایمان به تقدیر، آیات فراوان داریم در این باب. ایمان به ارکان اسلام، پایه‌های عملی اسلام، ایمان به نماز، به زکات، به روزه، به حج، آیات فراوانی در واقع داره. هیچ گونه خللی و در واقع نقصی رو این روایات و این آیات در واقع ندارند. شیعه معتقد هست که اصل امامت یک اصلی هست که در حد نبوت هست، در حد نبوت است و وقتی که در واقع صفات ائمه رو نگاه میکنیم قطعا فراتر از نبوت هم هست. خود ائمه فراتر از تمام انبیا هستند، به اضافه در واقع انبیاء اولوالعزم و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما در این زمینه کلیپ هایی را هم داریم و در روایات خود کتاب اصول کافی هم در این زمینه دلایل و شواهد بسیار زیادی وجود داره. حتی حضرت فاطمه رو برتر میدونن از رسول صلی الله علیه وسلم. غیر از این وقتی که یک قضیه‌ای در دینی، در یک آیینی، حتی در یک در واقع آیین بشری هم که باشه به این هم اندازه اهمیت داشته باشد، دلایلش باید بسیار قوی باشد. یقینا امامتی که در حد نبوت هست یا اگر امامت نباشد نبوت ارزشی رو ندارد و امامت دنباله و ادامه نبوت هست، هیچ گونه دلیلی در قرآن نداشته باشد، در احادیث نداشته باشد، در سیره پیامبر و اهل بیت نداشته باشد و از نظر عقلی هیچ گونه توجیه سلیمی هم نداشته باشد، این در واقع یکی از بزرگترین عجایب دنیا، اینو باید برشمرد. غیر از این عمل کردی رو که شیعه دارند با قرآن و سنت، یا بگیم با همون تعبیری که خود شیعه دوست دارند با قرآن و اطرت، بسیار یعنی جای تأمل دارد.
یعنی چی؟ ما میدونیم که ثقلین، روایت معروف ثقلین که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من میان شما ثقلین رو به جا گذاشتم. و شیعه معتقد از ثقل اکبر داریم و ثقل اصغر داریم. ثقل اصغر همین احادیث رسول الله یا اهل بیت رسول الله به تعبیر شیعه هست. اهل بیت یا همون به تعبیر خاص‌تر یعنی امامت ائمه اثنا عشر که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند. و ثقل اکبر همان قرآن و کلام الله متعال هست. دو تا اصل هستن در دین مبین اسلام. در این ما هیچ گونه شکی رو نداریم که در اولین اصلی که در دین مبین اسلام وجود دارد قرآن هست. تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت و علمای اهل سنت و الجماعت وقتی بخواند یک مسئله اعتقادی رو بیان بکنند، یک مسئله فقهی و اجتهادی رو بیان بکنند، اولین مستندشون و استدلالشون از آیات قرآن هست. اولین مرجع هست. اولین مرجع و منبع هست بدون هیچ گونه اختلافی، نه در میان شیعه و نه در میان اهل سنت و الجماعت. در مرحله دوم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتار رسول الله به شرط ثبوت و صحت و دلالت در واقع صریحی که داشته باشد. شیعه همون گونه که شما اشاره کردید اومدند منکران امامت را یا به تعبیر منکرات کسانی را که منکر اهل بیت هستند گفتند اینا کافر هستند. منکر این صفاتی که خودشون میدن، هم منکر صفاتش باشند و هم منکر اصل امامت بشوند، ولو اینکه حتی یک از ائمه رو قبول نکنند. در این زمینه تاثیرات خیلی زیادی رو دارند که در واقع کافر میشوند. اما تا کنون ما هیچ شیعه غیوری رو ندیدیم که بیان بکند و اعلام بکند هر کسی که ثقل اکبر رو هم منکر بشود کافر هست. یعنی قرآن رو یا حجیت قرآن رو؟ بله، قرآن را، حجیت قرآن را، صحت قرآن را، حفظ بودن قرآن را که قرآن محفوظ مانده بدون دستبرد در واقع. و این عقیده مسلمانان هست. کسانی را که منکر حتی یک امام باشند اون کافر میدونن، اما کسانی را که منکر قرآن هستند که معتقدند این قرآن اصلی نیست، قرآن تحریف شده، قرآن اصلی 17,000 آیه بوده و قرآن اصلی سوره های دیگری رو داشته، نام ائمه در اونها بوده، نام منافقین در اونها بوده و بسیار از موارد دیگری رو که ذکر میکنم. در این زمینه صدها بلکه هزاران روایت جعل کردند که این قرآن اصلی نیست. شیعه تا به امروز این شهامت و جرأت را نداشته، هیچ کدام از مراجعشون، هیچ کدام از طیفه‌های در واقع اجتماعیشون، فکریشون، سیاسیشون، هیچ کدام از حوزه‌های علمی جهان تشیع در طول تاریخ این جرأت را به خود نداده که اعلام بکنند که قائلان تحریف قرآن کافر هستند. به نظر شما چرا؟ از زیرا که در واقع بحث امامت رو، یعنی خود این بحث امامت رو، یعنی این مسئله امامت در مذهب شیعه گره خورده با مسئله در واقع تحریف قرآن کریم. یعنی چی؟ یعنی این که همان راویانی که اومدند و امامت ائمه اثنا عشر رو روایت کردند، امامت منسوسهشون رو یا روایاتی که در این باب حجت هستند، صفات و ویژگی های ائمه رو روایت کردند، با همین سندها و همین افراد اومدند بحث تحریف قرآن رو روایت کردند. یعنی اگر بخوایم ما الان مسئله تحریف قرآن رو بخوان آشکار بکنن، مجبور هستن خب افرادی هم که این روایت ها رو ذکر کردن تکفیر بکنن دیگه، چون اون طرف قائل به این است. وقتی اون افراد تکفیر شدن، همین افراد باز روایت های اثبات امامت رو ذکر کردن. خود به خود این هم زیر سوال میاد. آقای کلینی با 16,000 روایتی که در کتاب کافی جمع‌آوری کرده معتقد به تحریف قرآن هست. اون گونه که فیض کاشانی در مقدمه کتابشون رو ذکر کرده و علی ابن ابراهیم قمی و بسیاری دیگر. یعنی عرض کردم که تمام راویان امامت اثنا عشر همان راویان تحریف قرآن هستند. شیعه در واقع چاری ندارد یا این که هر دوتا رو با هم قبول بکند، یعنی تحریف قرآن را و مسئله امامت را، یا این که هر دوتا رو نفی بکند. اما شیعه در یک تناقض بسیار عجیب و غیر عقلانی روایات اثبات امامت را فعلا میگن قبول داریم، معتقد به امامت منسوسه هستند، اما در مورد اثبات تحریف قرآن گرچه بسیاری صراحتا هم گفتند که قرآن در واقع تحریف شده، اما باز هم در واقع نمیتوانند که این روایات رو قبول بکنند، اعلام بکنند، این شهامتشو ندارند که بگویند همین روایات رو ما قبول داریم، زیرا همین روایاتی بله قرآن تحریف شده هست و عین همین روایات با همین سندها در واقع ما داریم که امامت رو ثابت میکنیم. نمیتوانند که اعلام بکنند که ما این روایات رو قبول داریم، قرآن در واقع تحریف شده هست
هست و نه اینکه میتوانند از امامت یعنی نفی بکنند این روایات رو. حالت زیرا ضربه به خودشون برمیاد. اگر روایات تحریف رو نفی بکنند امامت رو نفی کردند، اگر امامت رو اثبات کردند تحریف قرآن رو اثبات کردند. در هر دو حالت در واقع از اسلام خارجند و ریشه مذهبشون که هیچ در واقع ریشه دین رو هم زدن و چیزی هم که دشمنان اسلام از در واقع این ایجاد این بدعت و تشیع و اصل امامت به این گونه که شیعه معتقد هست، هدفشون این بوده که در واقع اصل اسلام رو در واقع بزنند و این دو قضیه رو با هم دیگر گره دادن، یا هر دو تا رو قبول بکنند یا هر دو تا رو در واقع نفی بکنند که در هر دو صورت احلاها در واقع و که تلخه و قابل قبول نیست و با هیچ کجای اسلام در واقع سازگاری نداره، مگر اینکه انسان منصف و عاقلی پیدا بشه بگه من نه اون روایات تحریف قرآن رو قبول دارم و نه روایات امامت رو قبول دارم، که برگرده به دامان توحید و اهل سنت و همون فطرتی که اسلام برای این واقع تنها راه نجات این است که بر بگردن به دامان اهل سنت و الجماعت، هم روایات امامت منسوسه را و این ویژگی های خیالی و افسانه‌ای رو که برای ائمه بیان کردن هم اینها رو رد بکنند، ائمه رو برگردانند به همون جایگاه اصلیشون به عنوان یک در واقع بشر، و هم این روایات رو نفی بکنند و هم روایات تحریف قرآن رو معتقد باشند که قرآن حقیقی در طول تاریخ همین بوده، در زمان پیامبر این بوده، در زمان ائمه این بوده و در زمان آخر الزمان مهدی اگر ظهورم بکند در واقع همین قرآن رو خواهد داشت و قرآن دیگری غیر از این نخواهد بود. با این روی کرد ما اومدیم روایات کتاب اصول کافی رو و کتاب الحجت رو بررسی کردیم. روایات نیاز به اثبات دارند. این گونه نیست هر کسی هر ادعایی رو که کرد ما آمنا و سلمنا قبول بکنیم که فلانی حرفش درسته. یک سری معیارهای دقیق و بسیار ریزی هست در این زمینه که ما را میرساند به در واقع این مطلب و به این هدف رو در واقع برآورده می کند که آیا این روایات صحیحی هستند یا روایات ضعیفی هستند. هر انسان عاقلی حرف صحیح رو، حرف راست رو قبول می کند، اما حرف دروغ از هر کسی که باشد در هر حدی که باشد و خود دروغ در هر سطحی که باشد از دیدگاه مذموم هست و قابل قبول در واقع نیست. خود علمای شیعه هم این رویکرد رو دارند، اومدند روایات رو تصحیح و تضعیف کردن، اما متاسفانه بدون هیچ گونه فایده‌ای. یعنی به این معنا که آقای مجلسی اومده تصحیح کرده، تضعیف کرده، اما این بدین معنی نیست که روایات ضعیف رو بگن که برای ما قابل قبول نیست. در همان حدی که روایات صحیح رو قبول دارند، روایات ضعیف رو هم آوردند قبول دارند و بر مبنای اونها اعتقادی رو برای خودشون ثابت کردند. پس چه فایده‌ای میده کنه این تصحیح و تضعیف اصلا؟ به هیچ گونه. هدفشون چی بود از این تصحیح و تضعیف؟ فقط یعنی اون گونه که بزرگانشون ذکر کردن به خاطر تبرک، هیچ گونه تبرکی هم در واقع نداره. ذکر سند، ذکر چند تا نام در ابتدای سند در واقع هیچ گونه تبرکی رو نداره، اما این چیزی هست که آقایون در واقع ذکر کردن. و نکته دیگری این است دفع تعییر عامه به خاطر سرزنش اهل سنت و الجماعت که اونها رو سرزنش میکنند که شما دینتون سند نداره، پشتوانه نداره، شما بدون سند هستید، ریشه ندارید. به خاطر این اومدن یک سندهایی رو جعل کردن. در خود کتاب اصول کافی من اینو ثابت کردم در چندین برنامه که سندهای جعلی هستند، یعنی سندهای واقعی نیستند. متون رو برداشتند از اهل سنت و الجماعت سرقت کردند، یک سند شیعی برایش ساختن، به عنوان اینو نسبت دادن به امام جعفر صادق. اقوالی رو از اسم ریختن جلوشون، همینجوری پشت سر هم یکی قطعا این گونه هست. روایات روایاتی رو که اقوال صحابه رو که مثلا در مصنف عبدالرزاق هست، مصنف ابن ابی شیبه هست، از اقوال صحابه هست مانند حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و دیگران، اینا رو گرفتن و این سند رو بریدند و عین همین مطلب رو، متن رو با همون تعبیرات، با همون فقرات یک جمله رو آوردند، کاملا گذاشتن در کتابشون و در ابتداش نوشتن قال الصادق و قال الباقر و فلان و بهمان. مثل این کاری که ایران خودرو در ایران میکنه، موتور ماشینای خارجی رو میاره و بعد به اسم پژو پارس و پژو چی رو میده بیرون دیگه. بله، یکی از ادعاهایی که شیعه دارند این است که معتقد هستند که ائمه‌شون نور هستند. اون گونه که در این باب اومده ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل. ائمه یعنی نور الهی. ائمه شیعه نور الله متعال هستند. الان که این نور به چه معنی هست اینو در این روایات در واقع آورده. خب برای اینکه ائمه نور باشند نباید الله متعال گفته باشه که الائمه نوری. خب در قرآن یک آیه دو کلمه الائمه نوری و السلام،
اختلاف این پیش نمی اومد. این همه درگیری در واقع، این همه دروغ بستن و روایات رو جعل کردن و آیات رو تحریف کردن در واقع نیازی نبود. اما نه در قرآن هست و نه در سنت هست و هیچ جای دیگه دلیلی نیست. مجبور شدند که بیان سراغ آیات قرآن و اینها را تفسیر به رأی بکنند. روایاتی رو آوردن ساختن که به هر صورت این نور بودن ائمه خودشون در واقع اثبات بکنند و به جای اثبات نور بودن ائمه در واقع عقل خودشون رو زیر سوال بردند و ثابت کردند که واقعا شیعه در بیان این مطالب و در استنباطی که از قرآن داره هیچ گونه منبع عقلی رو در واقع ندارند. از عقل خودشون، از درایت خودشون، از احیانا بشریت خودشون فراتر رفتند و معتقد به یک سری خرافاتی شدند که هیچ انسان عاقلی نمیتواند که این روایت رو در واقع قبول بکنند. در صورت آقای مجلسی در این باب، آقای کلینی در این باب 6 تا روایت رو ذکر کرده. 6 تا روایت رو در این باب ذکر کرده. کسی میخواد ثابت کنه که امامان نور خدا هستند. این عنوان باب هست، ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل. خب برای اثبات این ترجمه الباب یا عنوان باب و این تیتر باید چند تا روایت صحیح باشه. اگر در یک بابی هیچ گونه روایت صحیحی رو ما نداشته باشیم، این از نظر علمی یک خلل هست و یک در واقع ایراد بسیار بزرگی هست. یک ادعای نظری مطرح کردیم برای اثباتش هیچ دلیلی در واقع وجود نداره. ارزشی به هیچ عنوان ارزش علمی رو در واقع نداره. آقای مولا باقر مجلسی در کتاب مرآت العقول آمده و سطح این روایت رو برای ما بیان کرده که هیچ یک از این روایات در واقع با این سندهایی که در ابتدای روایت اومده صحیح نیستند، به استثنای یک روایتی که با سند دیگر را گفته که صحیح هست، منتها اون روایت اشکالات خاص خودش رو در واقع دارد که به اونم خواهیم پرداخت. احیانا این آقای مجلسی ریشه میشه به وهابیت اینا نداشته، دشمنی با اهل بیت که این روایت ها رو تضعیف کرده؟ در واقع هر کسی اگر غیر مجلسی این کار رو انجام میداد قطعا این برچسب تهمت بیشون حتما میچسبید. اما در واقع نمیدونم به چه عنوان. و جالب اینجا است که تا کنون شیعه جرأت نکردند که اون کتاب، اون مواردی رو که آقای مجلسی گفته صحیح هست، اینو حداقل جدا میکردند به عنوان روایات صحیح اصول کافی یا به صورت کلی کل کتاب کافی روایات صحیحش را بر مبنای عقیده و تصحیح و تضعیف آقای مجلسی چاپ میکردند. یعنی کتاب صحیح اصول کافی مجلسی که روایاتی که مثلا کتاب‌های صحیح ترمذی و صحیح نسائی از آلبانی داریم و امثالش. این کار رو تا کنون شیعه انجام ندادن و قطعا هم این کار رو انجام نمیدهند، زیرا که اگر این کار رو انجام بدن از کل کتاب کافی 1/3 فقط باقی بمانه، این واقعا افتضاحی است هم برای شیعه و هم برای آقای کلینی که در واقع 20 سال عمرش رو صرف جمع‌آوری این کتاب کرده، اون گونه که در مقدمه این کتاب ذکر شده. ما پیشنهاد می‌کنیم مسئولین رسیدگی کنن به این موضوع. بله. امیدوار هستیم که انشالله کتاب صحیح اصول کافی رو انشالله ببینیم. البته ناگفته نماند آقای بهبودی کاری رو انجام دادن، به عنوان صحیح اصول کافی روایت صحیح رو در واقع جمع‌آوری کردن. تقریبا نزدیک به کاری هست که مولا باقر مجلسی رو انجام داده. یعنی از نظر تعداد احادیث با هم دیگر خیلی نزدیک هستند، گرچه در برخی از موارد اختلاف نظر دارند. روایتی رو آقای مجلسی گفته ضعیف، بهبودی گفته که صحیح هست، یا برعکس، چون این اتفاق افتاده. و این کتاب رو می‌خواستن در ایران به عنوان صحیح اصول کافی چاپ بکنن. در بیروت چاپ شده به عنوان صحیح اصول کافی، اما در ایران اجازه چاپ با این نام ندادند و ایشونو خواستن در دفتر آیت الله منتظری و مؤاخذهش کردند و نهایتا کتابش را به نام گزیده اصول کافی چاپ کردند. به عنوان صحیح اصول کافی در واقع اجازه ندادند، زیرا که هر کسی میفهمید که صحیحش این اندازه هست، باقی ماندهش صحیح نیست. گفتن گزیده هست. از گزیده اصول کافی کسی متوجه نمیشه که زیر سوال نمیره اصل کتاب. خدا میدونه چه چیزای دیگه بیچاره نگفته باشن. در کتاب مرآت العقول جلد دوم این کتاب و صفحه 352 دوستان نمایش بدن، این باب هست ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل، که روایت اول رو در اینجا آقای مجلسی گفته که ضعیف علی المشهور، ضعیف علی المشهور. و این نقطه دیگری که من در اینجا رنگی کردم، المشهور بین المفسرین ان المراد من نور هنا القرآن. ایشون میگه منظور از نور که در آیه که در این روایت اول اومده همون قرآن. مشهور قول مفسرین این است که ان شاء الله بین خواهیم پرداخت. روایت اول ضعیف هست. اولیش که ضعیف. بله. روایت دومش مرسل هست. روایت دوم مرسل هست، زیرا که روایت بدون سندی هست.
روایت علی ابن ابراهیم به اسنادی علی ابن ابراهیم با سند خودش نقل کرده از ابو عبدالله، یعنی در این در تاریکی پرتاب شده. در این وسط چندین نفر هست که معلوم نیستند که کی بودند و چه کاره بودند. این روایت دوم مرسل هست و روایت سوم باز هم ایشون گفتند که ضعیف هست. الحدیث الثالث ضعیف، روایت ضعیفی هست. روایت چهارم باز هم ضعیف هست، قابل استناد در واقع نیست. روایت پنجم ضعیف به سند الاول، با سند اول که اینو ذکر کرده ضعیف هست، صحیح به سند ثانی، اما با سند دومش گفته که در واقع این صحیح هست که اینو انشالله بیشتر بررسی می‌خواهیم کرد این روایت رو که گفتن به حدیث پنجم رو. و روایت ششم رو هم گفتند که مجهول هست. روایت ششم هم روایت مجهولی هست، مثل راوی نداره، این سند نداره. افرادی که در این ذکر شدن در واقع افراد گمنام و شناخته شده در واقع نیستن. الان این ارزش علمی این روایات هست. ارزش علمی این روایات از حیث سند از دیدگاه آقای مجلسی فقط در این اندازه هست که چون روایات را همشون ضعیف بودند به استثناء یک روایت که مرسل بود، روایت دوم و روایت مجهول که روایت ششم بود و یک روایت پنجم که با سند اولش گفته بود که ضعیف است، با سند دومش ایشون گفته بودند که در واقع صحیح است. خب این روایت در واقع چی رو بیانگر چی هست؟ این روایاتی که در اینجا آوردند بیانگر چی هست؟ من کاری به سند این روایت فعلا ندارم. سند رو بارها بررسی کردیم. به طور مثال سند اولش حسین ابن محمد هست از معلا ابن محمد که این دو نفر رو من قبلا در اینجا معرفی کردم. با این سند خودش اومده از حسن ابن محبوب، از ابی ایوب، از ابی خالد کابلی این روایت رو در واقع نقل کرده. قال سألت ابا جعفر، من از ابو جعفر سوال کردم عن قول الله عز وجل، در مورد این آیه فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به الله و رسولش و نوری که ما نازل کردیم. منظور از این آیه چی هست؟ نور چی هست؟ فقال یا ابا خالد النور والله نور الائمه من آل محمد. نوری که در اینجا اومده یعنی نور ائمه آل محمد، یعنی ائمه شیعه هستند الی یوم القیامه و هم والله نور الله، ائمه نور الهی هستند. الذي انزل، اون نوری که الله متعال نازل کرده همین ائمه شیعه هستند. و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، و ائمه شیعه نور الهی هستند هم در آسمان ها و هم در زمین. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، الی آخر روایتی که در اینجا در واقع آورده. الان این آیه را در اینجا آورده و آیه سوره تغابن را از این استدلال کرده که و نور الذی انزلنا، منظور از این نور در واقع نور ائمه هست. حالا وقتی که در قرآن ما نگاه میکنیم میبینیم که اولا به اعتراف آقای مجلسی که قبلا اینو نمایش دادم، ایشون گفته بودند که مراد از این نور مشهور در نزد مفسرین این است که مراد از قرآن هست. مراد از این نور قرآن هست. فآمنوا بالله و رسوله، به الله ایمان بیاورید، به رسول ایمان بیاورید و به نور الذی انزلنا، و به نوری که ما نازل کردیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع همون قرآن هست. خب اگر قرآن باشه که هیچ گونه اشکالی بر این قضیه وارد نمیشه، زیرا که الله متعال قرآن رو از آسمان در واقع نازل کرده. نزول یعنی فرود آمدن یک چیزی از یک مکان مرتفع به مکان پایینتری. قرآن رو الله متعال از روی عرش و از بالاهای آسمان ها نازل کرده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابر اعتراف خود آقای مجلسی که من اینو خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم، در ابتدای روایت اول آمده بودند و اعتراف کرده بودند که این روایتی هست که مشهور از این نور در واقع نزد مفسرین همون قول عامه مفسرین هست، قول اهل سنت و الجماعت هست که همون قرآن هست. این در این دوباره نمایش بدن دوستان. و نور الذی انزلنا المشهور بین المفسرین ان المراد بالنور هنا القرآن، که منظور از این نور قرآن هست، یعنی خود قرآن رو در واقع نور هست. و وقتی که ما برمیگردیم به آیات دیگری که الله متعال در واقع در قرآن نازل کرده، الله متعال در قرآن کریم به صورت کلی کتاب‌های آسمانی رو نور معرفی کرده، افراد رو نور معرفی نکرده.
پیامبران رو نور معرفی نکرده، ائمه رو نور معرفی نکرده، بلکه الله متعال در قرآن کریم در واقع کتاب‌های آسمانی رو مانند تورات را، انجیل را یا قرآن را الله متعال به عنوان نور معرفی کرده در آیات مختلفی. به طور مثال در سوره مائده آیه 44 الله متعال می‌فرماید انا انزلنا التوراة فیها هدی و نور یحکم بها النبیون. ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور هست، یعنی تورات در واقع هدایت هست. یا در مورد انجیل الله متعال باز هم در سوره مائده می‌فرماید که و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور، که به حضرت عیسی علیه السلام ما انجیل رو دادیم و این در واقع نور بود. در سوره انعام باز هم الله متعال می‌فرماید قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدی، یعنی کتاب‌های آسمانی رو الله متعال به عنوان نور در واقع معرفی کرده. و همچنین قرآن را در سوره نساء آیه 174 الله متعال می‌فرماید که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. برهانی اومده برای شما از جانب الله متعال که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ما برای شما نور مبینی رو در واقع آمدیم و اینو در واقع فرستادیم. این روایتی که در اینجا هست، روایت اول و روایت چهارم یکی هستند. روایت اول در این کتاب و روایت چهارم یکی هستند. همین آیه رو آورده با همین سند از همین حسن ابن محبوب از ابی ایوب از ابی خالد کابلی رو نقل کردن هر دو تا روایت رو، و همین ادعا را کردند که مراد از این نوری که نازل شده ائمه هستند. عرض کردم که خود آقای مجلسی گفته که نور یعنی اقوال مفسرین این است که قرآن هست و در خود قرآن هم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که نور کتاب‌های آسمانی هست من جمله قرآن کریم. اقوال ائمه اهل بیت رو وقتی که ما بررسی میکنیم باز میبینیم که نور در واقع قرآن هست. مراد از نور در واقع قرآن هست. به طور مثال خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در خطبه‌های متعددی از کتاب نهج البلاغه در واقع این مطلب رو به صورت کامل بیان فرموده. به طور مثال خطبه 156 است، دوستان نمایش بدن این مطلب رو. خطبه 156 خطبه 156 کتاب نهج البلاغه هست و ایشون در این صفحه میفرمایند که در صفحه 156 هست، میگوید که و علیکم بکتاب الله فانه الحبل المتین و النور المبین. و قرآن رو در واقع چنگ بزنید به قرآن، زیرا که حبل المتین و نور مبین در واقع همین قرآن هست. همون آیه رو که الله متعال هم تعبیر کردن و انزلنا الیکم نورا مبینا. این گفتار سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آیه رو ترجمه میکنه که بله که نور مبین در واقع همون قرآن هست. این در یک در واقع کلام ایشون هست و در خطبه ایشون در خطبه 158 باز هم ایشون مطلبی این گونه دارن. خطبه 158 و ایشون میفرمایند که فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به والنور المقتدى به ذلك القرآن. ایشون هم ترجمه کرده، در ترجمه این کتاب آورده که و با چراغی که ره جویند بدان و با چراغی که ره جویند بدان آن کتاب خداست قرآن، از آن بخواهید تا سخن گوید. یعنی این چراغی رو که الله متعال فرستاده که شما باید به آن اقتدا بکنید و همون نور هست، این در واقع قرآن است. و همچنین در کلام‌های دیگری و در خطبه‌های دیگری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این مطلب رو در واقع بیان کردن که منظور از نور مبینی که در آیات هست یا نوری که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نازل شده، این در واقع نور قرآن هست و خود قرآن در واقع مراد هست. غیر از این وقتی که به خود مطلبی که در آیه اومده که و نور الذی انزلنا نازل کردیم ما اینو نگاه میکنیم میبینیم که هیچ انسان عاقلی و که اندک زبان آشنایی با زبان عربی داشته باشد نوری رو که نازل شده نمیتواند اینو تعبیر بکند به ائمه. در واقع حتی خود شیعه هم در واقع موندند که چطور این نور نازل شده. ائمه اگر مراد باشند ائمه کجا نازل شدند؟ در هیچ جای قرآن الله متعال در مورد پیامبران خودش اگر ائمه نور هستند خب پیامبران به طریق اولا باید نور باشند، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم باید نور باشند. نفرموده که ما پیامبران را نازل کردیم،
ما پیامبران را در مورد تمام پیامبران الله متعال در واقع ارسال را فرستاده، از ماده انزال در واقع که فرو فرستاده هست اینو الله متعال در واقع استفاده نکرده. به طور مثال الله متعال در سوره احزاب میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، ما تو را فرستادیم. رسول را میفرستند، رسول نازل شدنی در واقع نیست، قرآن هست که در واقع نازل شدنی هست و الله متعال قرآن را در واقع نازل کرده. و این روایت با وجود اینکه در واقع ضعیف هست، عرض کردم که روایت ضعیفی هست. اگر ما از نظر علمی برخورد بکنیم وقتی که روایت ضعیفی بود خط قرمز روش میکشیم و سلام، دیگه نیازی به بررسی در واقع نداره. اما وقتی که نگاه میکنیم محتوایش را میبینیم که با آیات قرآن، با گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم در واقع هیچ گونه همخوانی رو ندارد. هم سند مشکل داره هم متن. بله، هم سند مشکل داره که ضعیف هست و هم متنش با قرآن و حدیث رسول الله و گفتار ائمه در واقع یکی نیست. و روایت دوم که یک روایت مرسل هست. روایت مرسل این روایتی هست که بدون سند از دوستان دوباره سندش رو نشان بدن. علی ابن ابراهیم به اسنادی، علی ابن ابراهیم با سند خودش گفته. الان علی ابن ابراهیم با کدوم سندش گفته، از کدوم استادش، از چند نفر نقل کرده تا به امام رسیدن، والله اعلم. دیگه نمیدونم. آقای کلینی خودش که میدونسته که علی ابن ابراهیم استادای خیلی زیادی رو داره، سندهای خیلی زیادی رو در واقع داره، اینجا نمیدونه خسته شده که اینو بنویسه، حداقل چند نفر از این دروغ‌ها رو اضافه بکنه در سند تا اینکه وضعیت مشخص کپی پیست کنه اینجا، یا شاید این متاسفانه وی گرفته بود اون وی کار نکرده اینجا. به هر صورت این سند از این روایت افتاده و این روایت هم یک روایتی است که بیچ عنوان در واقع نمیتوانیم که ما به اون در واقع استدلال بکنیم. و این آیه رو که در اینجا آمده در سوره اعراف هست که ان ابی عبدالله فی قول الله تعالی الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تا آیه که در اینجا میرسه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. این نوری که نازل شده همراه با اون. قال النور فی هذا الموضع علی، این نور در واقع علی هست. والائمه علیهم السلام، در صورتی که ما میدونیم که این سوره اعراف سوره مکی هست، در مکه نازل شده که در اون زمان نه علی نازل شده بود نه در واقع غیر علی. فقط میتونیم وقت اگر بخوایم که واقعا این تعبیر نازل شدن رو بخوایم بر روی ائمه تطبیق بکنیم، نازل شدن از در واقع رحم مادران میتونیم تعبیر بکنیم، غیر از این دیگه معنی رو در واقع نداره. این سوره مکی هست، یعنی قبل از ولادت در واقع ائمه این در واقع نازل شده. نه حسنی بوده، نه حسینی بوده و نه بقیه ائمه اثنا عشر در واقع کسی وجود نداشته. و غیر از این در همین تعبیری که در اینجا آمده بحث انزال در اینجا آمده، یعنی نازل کردن، فرو فرستادن هست، بحث ارسال در واقع نیست. در صورتی ما می‌بینیم که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم همون بحث ارسال رو الله متعال در واقع در آیات قرآن به کار برده. غیر از این یک سوال ببخشید می‌کنم شما، من برام پیش اومد که الان اونها میگن که خب مراد از این نوری که در این آیه است در کنار لفظ رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده مراد امام هست. بالفرض حالا مثلا در مقام جدل اگر فرض بکنیم که مقام امام مراد بوده باشه، به عنوان این آیه که مثلا شما از سوره اعراف ذکر کردید، الان در مکه مکرم این آیه نازل شد، خطابش به مسلمین هست، شما از الله، از رسولش و از نوری که با پیامبر نازل شده اطاعت بکنید. اگر به فرض مجرد ما به عنوان جدل این رو فرض بکنیم این نور حضرت علی هست، غیر از حضرت علی که کسی نبود از ائمه، اصلا هیچ کدوم ائمه شیعه، حالا اطاعت و وجوب، حالا اطاعت از دو امام در یک زمان آیا امکان داره نزد شیعه که دو امام همزمان؟ الان امام کی بوده؟ آیا پیامبر امامه یا علی؟ امیرالمؤمنین الان کی هست؟ پیامبر هست یا علی که از این اطاعت بکنه؟ قطعا عرض کردم که استدلال از این آیات اشکالات زیادی رو داره، بیچ عنوان یعنی استدلالش برای شیعه قابل یعنی تسلیم نیست. نمیتونیم چنین ادعایی رو از شیعه ما قبول بکنیم. به قول شما اگر بالفرض قبول بکنیم که مراد ائمه هستند، خب ائمه دیگری نبودند بجز حضرت علی رضی الله تعالی عنه. در هنگام نزول آیه کسی دیگری نبود. علی هم حتی در اون زمان در واقع به امامت در واقع نرسیده بود.
پس بنابراین این که الله متعال قبل دستور از ولای بدهد قدیر هم از طبق ادعای شیعه خودش ادعای روایاتی رو دارند که آخرین امری که در مورد از اصول اسلام نازل شد بحث امامت و ولایت بود. اونم در قدیر یا در ایام آخر زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حداقل 12-13 سال بعد از نزول این آیه. بله. یعنی این که در اون زمان، در زمان نزول این آیه، اولا خود ائمه وجودی رو نداشتن، دوما بحث امامت و جانشینی اصلا مطرح نبوده و غیر از این به هیچ عنوان هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی همون اصحابی رو که شیعه اونها رو قبول دارند، ابوذر و مقداد و سلمان، اونها هم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از علی در واقع پیروی نمی‌کردند، زیرا که جداگانه بر علی رضی الله تعالی عنه در واقع وحی نازل نمی‌شد. مردم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف نبودند که از علی پیروی بکنند، اتباع بکنند. باید آیه را بازم باید تغییر داد. باید اینجا میگفتن و نور الذی انزل معه یا بعده مثلا میگفتند، یا حداقل بعد از اون باید شما این اتباع و پیروی بکنید که چنین چیزی ممکن نیست. غیر از این روایات شیعه در واقع دارند که دو امام در یک زمان در واقع قابل جمع نیست، نمیتونند که در یک جا جمع بشوند مگر این که یکیشون صامت باشه، یکیشون ناطق، یکیشون صامت باشه. یعنی دو امام همزمان در واقع حق دعوت رو یا حق نبوت رو، حق امامت رو در واقع ندارند، یکی باید ناطق باشه و دیگری باید صامت باشه. پس بنابراین استدلال کردن از این که الله متعال در واقع توصیف کرده باشه مسلمانان را که از نوری که همراه با پیامبر نازل شده پیروی کردند و چون این کسانی مفلحون هستند، رستگاران هستند، به هیچ عنوان تطبیقش بر ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه شیعه این در واقع قابل تطبیق نیست. غیر از این، خب یک فرد سنی بالفرض بیاد، یک فرد سنی بیاد استدلال بکنه که بله مراد از این نور، نوری که نور ابوبکر و عمر بوده، با چه دلیلی و با کدام معیار شیعه میخواد اینو رفع بکنه؟ بحث استدلال اگر واقعا ادعا کردن بدون دلیل باشه، خب این دو تا ادعا هستن. یک سنی گفته که مراد از این ابوبکر و عمر و عثمان هستند، یک شیعه گفته که مراد در واقع علی هست. از نظر واقعی وقتی که نگاه میکنیم، حرف سنی خیلی دقیق‌تر هست، واقع‌تر هست، با حقایق تاریخی در واقع نزدیک‌تر است. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه اونهایی که پیرو رسول الله بودند، همه اونها اومدند با ابوبکر بیعت کردند، با عمر بیعت کردند، با عثمان بیعت کردند. اما آقایون معتقد هستند که با علی بیعت نشده. یعنی این که همان کسانی که از رسول الله پیروی کردند، تمام اونها اومدن از ابوبکر، عمر و عثمان پیروی کردند. به تعبیر آقایون همه مرتد شدند. اما این افراد نیومدند از علی رضی الله تعالی عنه بنابر اعتقادی که شیعه دارند اتباع بکنند. پس این تطبیق این روایت بالفرض جدلا که ما قبول بکنیم، بر خلافت ابوبکر، عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم بسیار دقیق تر هست، عقلانی تر هست و از نظر تاریخی در واقع صدق میکند. شواهد دیگر قرآنی هم داره غیر از اون، یعنی فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقط اهتدوا. روایت دیگری هست و در واقع آیات و روایاتی که الله متعال در واقع وعده داده که دین اسلام در واقع به همه جا برسد و همچنین سابقون الاولون تمام تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. به هر صورت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این آیه تطبیقش بر ابوبکر، عمر و عثمان در واقع نزدیکتر هست، عقلانی تر هست، از نظر حقایقی تاریخی قابل پذیرش هست، به در سطح بالاتری و بهتری تا اینکه اینو بخوایم تطبیق بکنیم بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یا بقیه ائمه شیعه که اصلا وجودی رو در واقع نداشتن و به هیچ عنوان حتی به خلافت و امامتی هم در واقع نرسیدن. غیر از این، مگر الله متعال نمیتونست بگه که به جای همین نور میگفت که ائمه و نور الذی انزل معه، میگفت و الائمه الذین انزلوا معه. گفته شما وهابیون حذفش کردید. من هرچی گشتم در مورد این آیه ببینم که این آیه رو واقعا یعنی تحریفش هست. حالا وقتی که اون قرآن اصلی 17000 آیه بوده، یعنی 3 برابر این چیز، خب 2 جلد دیگه حتما همچنان اینا روایتایی بوده که آیاتی بوده که شاید میشد از اون استنباط کرد. باید چنین روایتی شاید هم تا چند روز دیگه آقایون بتونن پیدا بکنن، جلب بکنن چنین روایتی رو که به جای نوری که در اینجا اومده همون کلمه ائمه باشه که تا این دلالت بکنه بر ائمه اثنا عشر. اما تا زمانی که آیه این گونه هست و همین گونه خواهد ماند تا روز قیامت، این آیه این گونه هست، هیچ گونه دلالتی نه بر علی دارد، نه بر حسن و حسین و نه بر بقیه ائمه که شیعه در واقع اونها رو به عنوان ائمه خودشون نازل در واقع انتخاب کردن. و هرچی من فکر کردم که
در اینجا نگاه بکنم که در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله متعال میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک، الله متعال انبیا را فرستاده، ارسال کرده. چه حکمتی وجود داشته که الله متعال در مورد ارسال پیامبران و ارسال ائمه تفاوتی رو قائل باشه که پیامبران را الله متعال ارسال بکند اما ائمه در واقع انزال بشوند، یعنی این که نزول داشته باشه، الله متعال اونها را فرو بفرستد. چه تفاوتی دارد و چه حکمتی دارد که این دو تا تعبیر شده؟ هیچ گونه در واقع مصداقی نمیشه برای این پیدا کرد مگر این که ببینیم یک ادعای بیجا هست. اگر الله متعال میخواست که پیامبری رو بفرستد یا امامی رو بفرستد با همون کلمه و با تعبیر ارسال، فرستادگان الله متعال بودن نه نازل شدگان الله متعال. از آسمون نمیافتادن پایین، همینجوری مستقیم به صورت بشه نازل میشد. خیلی ممنونم جناب مولانا. اگر اجازه بدید به همراه بینندگان عزیز برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی روایات وارده در این باب. آیت الله بنز. یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده. من از این کتاب ها 400 رساله را به دست آوردم و خوندم، اما 100 رساله دیگر به دست من نرسید. اگر اون 100 رساله دیگر را به دست می آوردم دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم، ولی چون اون 100 عنوان دیگر به دستم نرسیده، برای جبران آن خودم را شب و روز به زحمت می اندازم، در کتابخانه ها می چرخم بلکه بتوانم جای خالی اون 100 رساله را پر کنم. بینندگان گرامی، مثل این که آقایان عادت دارند به نوعی شخصیت‌های مشهور دنیا رو به مذهب خرافاتی رافضه نسبت دهند. دیروز میگفتن انیشتین شیعه شده و امروز رفتن سراغ کارل بنز و لابد فردا حکم شیعه شدن اسحاق نیوتن و بیل گیتس و استیو جابز رو صادر میکنن و میگویند آنها شیعه ولایی بودند و از دارایی‌های خود در ماه محرم بین فقرا شل زرد و نذر ائمه تقسیم میکردند و اکتشافات و اختراعات خود را از لابلای هزاران روایت جعلی اصول کافی و دایره المعارف خرافات شیعه بهارالانوار درآوردند. حاج آقا، اگر کارل بنز با الهام از 400 رساله امام صادق که هنوز اثری از آن نیست به این موفقیت رسیده است، پس چرا یک نسخه از آن را به شرکت ایران خودرو نمی دهید تا شاهفرگون‌هایی مانند پیکان و پرای و لگن‌هایی مانند سمن تحویل جامعه ندهد و هر ساله با تغییر صندوق عقب و چراغ جلو ادعای نوآوری و فناوری ننماید و مجبور نگردد با ازدواج نامیمون پژو و پیکان بمب متحرک آردی رو بلای جان مردم سازد و با دستیابی به این صنعت منت کارل بنز و امثال او را نکشد. و یا اینکه این علم امام برای دشمنان اسلام است و مسلمانان حق استفاده از آن را ندارند، و یا شاید هم شما نیازی به سواری بنز ندارید، چرا که سالهاست با این خزعبلات پیروانتان را سواری خود ساخته اید و سوار بر آنان تختگاز در میدان شهوترانی و زرندوزی بر یکدیگر سبقت میگیرید. حاج آقا، اگر کارل بنز با شما و امثالتان آشنا میشد دیگر نیاز به هیچ رساله‌ای نداشت، زیرا به جای آنکه پاره آهنی را زیر پای مردم اندازد دیگر گوشه های مردم را زیر پای خود میانداخت.
آیت الله بنز. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. حیف شد که این صدرساله دیگر هم به دست کارل بنز نیفتاد، وگرنه الان من و شما دیگه ماشینامون همه پرواز میکرد دیگه. این نسل جدید ماشین های مرسدس پرنده در فضا موجود بود و خب طبیعتا بقیه کارخونه هم ازش کپی میگرفتن دیگه. نیاز نبودیم تو این جاده های پرپیچ و خم پر دست انداز هی بالا پایین بپریم، راحت پرواز میکردیم. خدا خیر نده اون کسایی که این 400 رساله اون 100 رساله دیگر رو گم کردن، تحریفش کردن و از بین بردن. از شوخی هم که بگذاریم، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه بررسی روایات اصول کافی. البته از این روایات همه چی برمیاد. حالا ماشین مرسدس که سهل است، از این روایات درجه‌ای به اسم امامت ساختن دیگه. حالا ماشین مرسدس که بیچاره 4 تیکه آهن بیشتر نیست. حضرت مولانا اگر اجازه بدید ما به خاطر استفاده از وقت بریم مستقیم سراغ صحیح ترین روایتی که در این باب بود. اگر روایت پنجم بود فکر کنم که یک سندش درست بود. روایت پنجم رو آقای مجلسی گفتند که روایت سند اولش ضعیفه. سند اول این روایت ضعیفه. دوستان نمایش بدن سند اولش رو من خدمت بینندگان عزیز بخونم. علی ابن محمد و محمد ابن حسن از سهل ابن زیاد از محمد ابن حسن ابن شمعون که اینجا شمعون نوشته، عن عبدالله ابن عبدالرحمن العصم عن عبدالله ابن القاسم، از اونم روایت کرده صالح ابن سهل حمدانی، اونم از ابو عبدالله امام جعفر صادق. این سند اولش هست و سند این که ضعیفه. این سند اول گفته بود که سندش ضعیفه، بله اسنانی. و سند دومش را وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در واقع اونم خالی از اشکال نخواهد بود. علی ابن محمد و محمد ابن الحسن همون اولی هستند. علی ابن محمد و علی ابن محمد و محمد ابن حسن همون یکی هستند. بله سهل ابن زیاد که باز همون یکی هستند. در اینجا تفاوتی رو یکی هست. از موسی ابن قاسم بجلی هست که در سند اول در واقع بجاش از محمد ابن حسن ابن شمون در واقع آورده، و محمد ابن یحیی از امرکی ابن علی جمیعا عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام مثله. خب من از این قبل از این که به محتوای این روایت بپردازیم، قبل از این که به محتوای این روایت ما بپردازیم، من 2 نفر رو انتخاب میکنم از روایات، از سند اول و از سند دوم. یک نفر از سند اول که آقا گفته که سند ضعیفه، و یک فردی رو از روایت از سند دومش که گفته به سند ضعیفه. ببینیم که این آقایون چه شاهکارهایی رو در واقع در این کتاب دارن. از سند اول من این عبدالله ابن قاسم رو انتخاب کردم. عبدالله ابن قاسم رو دوستان نمایش بدن. در سند اول هستیم
سند اول این روایت است، روایت پنجم از عبدالله ابن قاسم این رو روایت کرده، از صالح ابن سعد عبدالله ابن قاسم، این نفر اول هست. نفر دوم در اینجا محمد ابن یحیی هست، محمد ابن یحیی. این محمد ابن یحیی که در اینجا وجود داره، این محمد ابن یحیی یکی از بزرگترین در واقع راویان یا بگیم که استادان آقای کلینی هست. یکی از معروفترین استادهای آقای کلینی بعد از علی ابن ابراهیم قمی همین آقای محمد ابن یحیی هست که محمد ابن یحیی عطار هست. این محمد ابن یحیی آقای کلینی تقریبا بیش از 3000 روایت از این آقا داره. 3000 روایت. بیش از 3000 روایت در واقع در همین کتاب اصول کافی، یعنی منظور اصول و فروع و مجموع کافی هست. بیش از 3000 روایت داره، یعنی 2/3 کتاب کافی رو وقتی که ما نگاه میکنیم از آقای محمد ابن یحیی عطار به اضافه علی ابن ابراهیم قمی هست. حداقل 1/4 یعنی حدود 1/4 یا 1/5 کتاب به صورت کلی از آقای محمد ابن یحیی در واقع نقل شده. این هر دوتایشون یک روایت دیگری رو در همین کتاب اصول کافی در باب مولد امیرالمؤمنین در واقع دارن. دوستان این نمایش بدن، باب مولد امیرالمؤمنین هست. البته این باب رو قبلا ما به صورت گسترده خدمت بینندگان عزیز بررسی کردیم. باب مولد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در جلد تولد حضرت علی رضی الله تعالی عنه، جلد 1 اصول کافی صفحه 452. در این باب روایت هفتمی که در این کتاب در واقع و در این باب وجود داره. الان محمد ابن یحیی، اون محمد ابن یحیی هست که در اونجا من یاد دهانی کردم. محمد ابن یحیی از سلمت ابن خطاب، از عبدالله ابن محمد، از عبدالله ابن قاسم. عبدالله ابن قاسم اون کسی بود که در سند اون روایت هم وجود داشت. محمد ابن یحیی در واقع همون محمد ابن یحیی بود، اگر که محمد ابن یحیی عطار باشه. اون اگر کسی دیگر هست، حداقل این یک فرد در واقع مشترک در میان این دوتا سند. اگر مراد از این محمد ابن یحیی که در اون سند اومده بود در سند دومش محمد ابن یحیی عطار باشه که همین خودش هست، در اینجا محمد ابن یحیی عطار هست. حالا این دو نفر روایتی رو نقل کردن از امام ابو عبدالله، اینو نقل میکنند از امام جعفر صادق که این یک خاطری رو نقل میکنه از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. دوستان دقت بکنن. یقول ان امیر المؤمنین له خوالة فی بنی مخزوم. ایشون از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از بنی مخزوم قوم ابو جهل دیگه میگوید که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دایی هایی از بنی مخزوم داشتند. و این شابا منهم اتاه، یکی از این جوانای بنی مخزوم از دایی‌هاش اومدن پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه. فقال یا خالی، دایی، ان اخی مات، برادر من مرده، و قد حزنت علیه حزنا شدیدا، منم خیلی ناراحتم. برادرش مرده بوده، من خیلی ناراحتم. اومده پیش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. فقال له تشتهی ان تراه، دوست داری برادرتو ببینی؟ برادرش مرده، رفتن دفنش کردن ظاهرا. بعد اومده پیش علی رضی الله تعالی عنه که برادرم مرده، دلم خیلی تنگ براش، من میخوام که ببینمش. تشتهی ان تراه، میخوای اونو ببینی؟ قال بله میخوام ببینم. قال فارنی قبره، ببینیم که کجا قبر شده. یعنی ظاهرا مرده بوده و اینو قبرش کردن. بعد از اینکه دفن شده اومده پیش سیدنا علی رضی الله. قال فخرج و معه برده رسول الله صلی الله علیه و سلم متزرا بها، که برده رسول الله صلی الله علیه و سلم با علی رضی الله تعالی عنه بود، اونو به خودش پیچیده بود و اومد. فلما انتهى الى القبر تلملمت شفتاه، وقتی که به کنار قبر رسید یک چیزی رو زمزمه کرد، وردی خوند حضرت علی رضی الله تعالی عنه. ثم رکضه برجله، با پای خودش لگدی رو زد به قبر، برجله. فخرج من قبره، اون بنده خدایی که فوت شده بود اون از قبر بلند شد. و هو یقول بلسان الفرس، اتفاقا داشت فارسی صحبت میکرد. یک فردی از قبیله بنی مخزوم از قریش، فامیلای ابو جهل
به اصطلاح از دایی های که از علی رضی الله تعالی عنه، خانواده مادریش، میگه که با زبان فارسی در واقع صحبت میکرد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین به اون مرده‌ای که تازه زنده کرده بود میگه الم تمت انت رجل من العرب، مگر وقتی که مردی عرب نبودی؟ اونم از قریش بنی مخزوم، ترین لهجه عرب. الان چی شده وقتی که الان دوباره من تو رو زنده کردم شروع کردی فارسی صحبت بکنی؟ قال بله من عرب بودم، لکن متنا علی سنت فلان و فلان، اما ما بر روی راه و روش فلانی و فلانی، این ابوبکر و عمر اینو خودشون توضیح دادن در کتاب خودشون که بر سنت فلان و فلان ما مردیم، فانقلبت السنتنا، زبان ما هم عوض شد. میونو بردن ایران تو قبر. سفر تهران رفته تو قبر برگشت. در اینجا این ادعا شده که در واقع زبان جهنمیان در واقع زبان فارسی هست. یعنی این روایت هم در واقع همین میشه که منظورش اینه که چون اینا از ابوبکر عمر تبعیت میکردن دوزخی هستن. بله و دوزخ فارسی یاد گرفته چون که تو دوزخ فارسی یاد میدن. جالب این است که من این روایت رو آقای مجلسی خودش اینو آورده، خب شرح اصول کافی نوشته مرات العقول در جلد 5، وقتی که به این روایت میرسد هیچی اصلا صحبتی در این مورد نکرده. خودش بچه کجا بوده این مجلسی؟ هیچ اظهار نظری نکرده. والا دقیقاً نمیدونم. مشکل داشته با فارسی. در صورت که خودش فارسی بوده دیگه نمیدونم که صحبت نکرده. خب همین روایت رو در کتاب بهارالانوار 3-4 جا آورده بود. من همه جاها رو نگاه کردم دیدم که هیچ گونه اظهار نظری نکرده. نمیدونم خجالت میکشیده که اینو توضیح بده. منتها مولا صالح مازندرانی که در واقع این فکر کنم داماد آقای مجلسی باشه. مولا صالح مازندرانی داماد آقای مجلسی بوده و شوهر خواهرش بوده. شوهر خواهر آقای مجلسی اگر اشتباه نکنم. به هر صورت این هم یکی از شروح معروف کتاب اصول کافی از دوستان نمایش بدن. الکافی و الاصول و الروضه مال ثقة الاسلام ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی و شرح جامع، شرح جامع و کاملی از مولا محمد صالح مازندرانی متوفی 1081 هست با تعلیقات و توضیحاتی که عالم متبحر حاجی میرزا ابوالحسن شعرانی دام ظله در واقع اینو روش نوشتند از منشورات مکتبه اسلامی تهران. شارع بوزر چی نمیدونم مورد منوچهری بوده شاید. منوچهری نوشته، بوزر جمهری نوشته در اینجا دیگه. جمهری هست متوجه نشدم. در صورت در این کتاب در جلد 7 این کتاب و صفحه 205 جلد 7 و صفحه 205 همین روایت رو در اینجا در واقع آورده. محمد ابن یحیی با همین سندی که در اینجا هست از عبدالله ابن قاسم دقیقاً همین روایت. الم تمت و انت رجل من العرب، آیا وقتی که مردی مگه عرب نبودی؟ قال بلا ولكن متنا على سنت فلان و فلان فانقلبت السنتنا، اما ما بر سنت فلانی و فلانی مردیم و نهایتاً در واقع ما فارس شدیم دیگه، زبان ما هم فارسی شد. بله در اینجا توضیح داده آقای مولا صالح مازندرانی، میگه فانقلبت السنتنا، مراد از این از ظاهر ان اهل النار يتكلمون كلهم بلسان الفرس، ظاهرا جهنمی‌ها همشون با هم دیگر فارسی صحبت میکنن. خب نگفته که جهنم یه تیکه از ایرانه که چون اینجا هم ایرانی صحبت فارسی صحبت میکنن، هر کی رفت تو جهنم فارسی یاد میگیره. به هر صورت یک نسبتی رو داره دیگه. الان این چه نسبتی رو داره؟ حکمتش چی هست از میان این همه در واقع زبان‌ها و اون 70 میلیون زبانی که امام حسن رضی الله تعالی عنه ادعا میکرد که من 70 میلیون زبان بلد هستم، از میان 70 میلیون زبان فارسی به عنوان زبان جهنمی انتخاب شده. والله اعلم این چه سری در این نهفته است. البته ما اینو بگیم که ما بچونین روایاتی، بچونین خزعبلات و خرافاتی به هیچ عنوان در واقع معتقد نیستیم. اگه معتقد می‌بودیم که الان فارسی صحبت می‌کردیم. زبان در دوزخ صحبت نمی‌کردیم. ولی به هر صورت اما راویان شیعه این چیزها رو در واقع به خورده ما دادن. خب جالب اینجاست میگه از ظاهر ان اهل النار يتكلمون كلهم بلسان الفارس، جهنمی همهشون به زبان فارسی صحبت میکنن. اینجوری نیست که بعضیشون مثلا زبان فرض کنید زبان دیگری رو داشته باشن، تمام جهنمی ها به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. و این کانوا عربیا، اگرچه اصلشون هم عرب باشه، مثل این آقا اصلش عرب است، تا مرده رفته به جهنم زبان جهنم رو در اونجا در واقع یاد گرفته. و ان اهل الجنه يتكلمون باللغه العرب و ان كانوا من اهل الفرس، بهشتی عربی صحبت میکنند ولو اینکه ایرانی باشن. خب این حرف آقای مولا صالح مازندرانی هست. این آقای شعرانی که گفته بود که میرزا ابوالحسن میبینید کلامتون استاد، این آقای مازندرانی از مازندران، خودش بچه فارس،
حالا نمک خورد و نمکدون شکست، حالا یک تعلیقی حداقل، یک توجیهی، یک رد، هیچی نداره این؟ مستقیم فرستاد همه فارسا رو دوزخ و زبان اهل دوزخ. و خب اگرم بخواد این روایت رو رد بکنه با چه دلیلی رد بکنه؟ آقای محمد ابن یحیی رو بخواد رد بکنه که استاد کلینی 3000 و خورده روایت آقای کلینی از این فرد داره، راوی معتبرشون هست، اگر اینو رد بکنه یعنی 3000 روایت رو زیر سوال برده. خیلی کلوف بوده طرف. بله. خب جالب اینجا هست که این توضیح و تعلیقاتی که پانوشت‌های که آقای میرزا ابوالحسن شعرانی داره اینم جالب هست. اینم یک نقطه خیلی ظریفی رو در واقع در این هست. میگه که باز این تعلیق داده روی این جمله‌ای که در اینجا میگه که شرح بله در اینجا آقای مولا صالح مازندرانی میگه از ظاهر ان اهل النار یتکلمون كلهم بلسان الفرس، همه با زبان فارسی در واقع صحبت میکنن. همین یک کلمه شو این آقای در واقع شعرانی که از گرفته و گفته كلهم بلسان الفرس، اینو دوباره توضیح داده که منظورش چی است. ان ثبت صحة هذه النسبة، اگر این نسبت این درست باشه، کان المعنى مفوضا الیهم، معنیشو خودشون بهتر میدونن. یعنی معنیشو خود علی میدونه که یعنی چی، منظور چی هست که اهل جهنم فارسی صحبت میکنن، زبان فارسی زبان جهنمی هست، منظورش چی هست والله اعلم خودشون بهتر میدونن. ما دیگه نمیتونیم از طرف خودمون یک چیزی یعنی قبول بکنیم. خود ماسمالی کنه دیگه. در صورت ولی واقعا هم ماسمالی یعنی جالبی کرده. اگر این نسبت ثابت بشود کان المعنى مفوضا الیهم، این معنی رو خود ائمه باید توضیح بدن که منظورشون چی بوده. لان لا نعلم مناسبه لسان الفرس و اهل النار، ما هیچ گونه مناسبتی بین زبان فارسی و اهل جهنم در واقع نمیبینیم. وقتی که امام معصوم گفته دیگه ما دیگه عقل خودمون باید قفل بزنیم. وقتی که امام معصوم گفته و راویان شیعه گفتند که زبان جهنم زبان فارسی هست، ما دیگه نه حق اعتراضی رو داریم و نه حق رد کردن این مطلب رو داریم. هر صورت میاد که هیچ گونه مناسبتی رو من نمیتونم پیدا بکنم جز این نقطه که الا ان الفرس ذلك الزمان كانوا كفارا، که فارسیان اون زمان کافر بودن. یعنی واقعا این یعنی میگه که این افرادی که این روایت رو جعل کردن، خب فارسیان اون زمان در واقع منظورش کافر بودن، این سنی بودن دیگه. خلاصه کنه میخواد بگه سنی بودن. ما به هر صورت هر میخواد چیزی بگه که چون حافظ و سعدی و مولوی و عطار و فلان و فلان و فلان که اینا ادبیات فارسی رو رونق دادن، همشون سنی بودن پدر سوخته ها، حالا برن تو دوزخ تعلیم لغت فارسی بدن، اونجا به بقیه فارسیات بدن تا حالشون گرفته شه. خب این زمان علی هست، زبان حافظ و سعدی نیست. زمان علی رضی الله تعالی عنه است. این زمان ابوبکر عمر هم نیست، زمان خلافت علی رضی الله تعالی عنه. اینجا احتمالاً جناب مولانا شاید طرف چون حدیث این موقع جعل کرده، نقطهش در اینجا هست. حدیث وقتی جعل کرده بوده که بعد از دخول صفویت به ایران هست. دقیقاً این گونه بوده. اون زمان چون که ایران یعنی هنوز نه یعنی هنوز حکومت امام زمان نبوده، هنوز شیعه نشده بودن، صفوی‌ها روی کار نیومده بودن. خب روایتی رو جعل کردن. اگر میفهمیدم یک زمانی حکومت به درس فارسای ایران میفته و میشه مملکت امام زمان، خب چون این روایتی رو در واقع جعل نمیکرد. خب این آقا میگه که خب در اون زمان فارس‌ها کافر بودن. خب اون کافر بودن چه ارتباطی با قیامت داره؟ با جهنم هست. الله متعال میدونسته که بعداً فارسی میشن، اهل ایران فارس میشند و ولایی میشند، پیرو ائمه اثنا عشر میشند. خب چرا الله متعال این زبان رو انتخاب کرده به عنوان زبان اهل جهنم؟ در اون زمان در واقع جهنمیان با زبان فارسی در واقع صحبت میکردن. عرض کردم که این روایات رو فقط کسی میتونه قبول بکنه که در واقع عقل خودش رو، منطق خودش رو نادیده بگیره، عقل خودش رو در واقع اجاره بده به دیگران، به این راویان و آخوندانی که این روایات رو در واقع برای مردم نقل میکنند و سر منبر و روزه و این در واقع اینا رو میخونن. مبارکشون باشه. این افرادی هستند که به اصطلاح اقوام اهانت میکنند، به زبانها اهانت میکنند. اون وقت اومدند شیعه ها اینو جزء بزرگترین راویان خودشون بیارند از استادان آقای کلینی، کسی رو که در حد این بعد از علی ابن ابراهیم قمی در واقع روایت داشته باشه. در واقع ایشون 3114 روایت دارن در کتاب کافی. 3000 روایت رو آقای کلینی از این فردی آورده که در واقع مدعی هست که زبان فارسی زبان اهل جهنم هست. به هر صورت این شاهکاری بود و شاهکارهای زیادی هم داره و این روایتی که در اینجا آوردن یک از این شاهکاراشون هست. این هیچ انسان کسی که میگه فارسا جهنمی یا فارسی صحبت میکنن، حالا همین آقا اومده تو اون بخش باب اثبات این که امامان نور الله تعالی هستن، باز روایت داره اونجا. بله.
همین آقا اومده در واقع ادعا میکنه که ائمه در واقع نور ائمه همین آقای محمد ابن یحیی عطار هست در واقع. همین آقایی که الان برای شیعه امروزی میخواد بگه که آقا این امامی که تو ازش پیروی میکنی توی فارس جهنمی صحبت کن، تو امامت از نور بوده. خیلی دوست دار این مردم بودی، نمیگفتی جهنم زبانشون فارسیه. و جالب اینجا هست که این روایت رو هیچ انسان عاقلی هم نمیفهمه. همین روایت پنجم که آقای محمد ابن یحیی عطار اینو در واقع نقل کرده، این روایت رو انسان عاقلی و انسانی که به خودش، به عقلش، به در واقع فاطمه زهرا، به حسن و حسین اندکی ارزش قائل باشه، این روایت رو در واقع به دیوار میزنه. به هر صورت این روایت رو با هم دیگر میخونیم ببینیم که چه ادعایی رو در واقع در اینجا کردیم. خب با همون سند قبل که سند صحیح است محمد ابن یحیی، اینجا چندی سند هستن دوستان این نمایش بدم و مراد از این محمد ابن یحیی قطعا همون محمد ابن یحیی عطار هست. من قبلا دقت نکردم در اینجوری که در اینجا آورده علی ابن محمد ابن حسن از سهل ابن زیاد از موسی ابن قاسم بجلی و محمد ابن یحیی. یه سند دیگر هست محمد ابن یحیی که در اول سند بیاد منظور محمد ابن یحیی هست که عطار که شاگرد استاد آقای کلینی بوده. خب با این سند میگه که از امام ابو عبدالله اینو نقل کرده. فی قول الله تعالی در مورد این آیه که الله متعال میفرماد، آیه 35 سوره نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. خب این آیه رو به صورت کامل در اینجا در واقع نآورده، در لابلای این آیه شر رو در واقع آورده. الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوكب دری یوقد من شجره مبارکه زیتون الی آخر آیه. ببینید که اسم آیه نور هم مشهور است. بله آیه نور یا در سوره نور هست، آیه سوره 35 نور. در این آیه الله متعال در واقع نور آسمان ها و زمین میگوید که الله نور السماوات والارض، الله متعال نور آسمان ها و زمین هست و مثال نور الله متعال مانند یک مشکاتی هست، یک در واقع چراغدانی هست که فیها مصباح، در اون چراغدان در اون در واقع یک چراغی در واقع باشه، مصباحی باشه و اون مصباح و چراغ بله در داخل یک شیشه و یک در واقع غلاف بلورین باشه و این زجاجه و این بلور در واقع مانند یک کوكب دری، یک ستاره بسیار درخشان می درخشد که اینم در واقع از روغن زیتون بسیار صاف و شفافی در واقع روشن می شود الی آخر آیه که الله متعال یعنی نور خودش را این گونه در واقع توجیه کرده. اما یک چیزی دیگر که در اینجا قابل تأمل هست این است که در واقع در این آیه الله متعال می‌فرماید، دوستان نمایش بدن، الله نور السماوات والارض، الله متعال نور آسمان ها و زمین هست. الله نور السماوات والارض آیه قرآنه، آیه 35 سوره نور. در روایت اول یک مطلبی رو در اینجا آورده بود که و هم والله نور الله فی السماوات والارض. روایت اول و هم دوستان نمایش بدن و هم والله نور الله فی السماوات والارض، ائمه نور الهی هستند در آسمان و زمین. چگونه ائمه؟ در این آیه الله متعال می‌فرماید که الله نور السماوات والارض، الله خودش نور آسمان، بله نور آسمان ها و زمین هست. در این روایت ادعا شده که هم والله ائمه نور الله در آسمان و در زمین هستند، یعنی این که ائمه الله هستند معنی این میشه. در زمین نور باشند خب قابل توجیهه، در آسمان چطوری نور هستند والله اعلم، اینو همین راویان شیعه باید بیان دوباره تفسیر بکنند. به هر صورت تفسیری که از این آیه در اینجا کردند اینو بینندگان عزیز دقت بکنند. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، مثال نور الله متعال مانند مشکات یعنی مانند چراغدانی هست. مراد از مشکات کی هست؟ فاطمه. من اینو با هم دیگر اینو رنگ کردم. مشکات یعنی فاطمه هست. فیها مصباح، در اون مشکات و در اون چراغدانی یک چراغ هست. فیها مصباح، اون کی هست؟ حسن هست. مراد از مصباح در اینجا حسن هست. المصباح فی زجاجه، مصباح و چراغ داخل یک شیشه هست. تا اینجا مصباح یعنی حسن، مصباح یعنی حسن. در اینجا گفته که زجاجه یعنی حسین، یعنی حسن تو حسینه دیگه. باید اینو نمیدونم من. المصباح فی زجاجه این میفهمد که اون چراغ داخل یک شیشه است. اینا میگن مصباح حسن، زجاجه حسین، یعنی حسن داخل حسینه. بله از زجاجه تو کانها کوكب دری، این زجاجه یعنی این شیشه مانند کوكب دری هست. باز در اینجا گفته یعنی فاطمه، یک جای گفته مشکات یعنی فاطمه، چراغدان فاطمه هست. در اینجا گفته زجاجه که حسن هست
و در واقع زجاجه که حسن هست اینو گفته کانها کوکب دری، یک ستاره بسیار درخشان هست که این یعنی فاطمه. در اینجا این دو جا گفته، هم مشکات فاطمه هست و هم کوکب دری فاطمه هست. یعنی زجاجه رو در یک جا گفته حسین هست و در اینجا دوباره گفته که تشبیه داده الله متعال که این زجاجه مانند یک ستاره درخشان هست. باز در اینجا این راوی در واقع جاهل حدیث ساز جاهل دوباره اینو تعبیر کرده به فاطمه. یک جا گفته زجاجه یعنی حسین، در اینجا گفته زجاجه یعنی فاطمه. و کوکب دری بین نساء اهل دنیا توخذ من شجره مبارکه، از یک درخت بسیار مبارکی روشن می شود. این شجره مبارکه یعنی ابراهیم، شجره مبارکه یعنی ابراهیم. خب در اینجا بیایم اینو ترجمهش بکنیم، این آیه رو اون گونه که شیعه تفسیر کردن ترجمهش بکنیم. که مشکات فاطمه هست، فیها مصباح، که در اون مصباح هست. مصباح کی هست؟ حسن هست، یعنی حسن داخل فاطمه هست. علیاذ بالله، من یعنی شرمندم پیش الله متعال که این مجبورم که ترجمهش بکنم. حسن داخل فاطمه هست، حسین داخل حسن هست. این معنیش چی میشه؟ و جالبش اینجا هست که این کسی که این روایت رو جعل کرده فراموش کرده که اسم علی رو بیاره. خب این مشکاتی که در واقع حسن در اون هست و اون در واقع مصباحی که حسین در اون هست، خب باید یک شوهری هم داشته باشند، باید حضرت علی بود. چه نسبتی داره؟ این مستقیما برده نسبت داده به حضرت ابراهیم علیه السلام. یعنی به هیچ عنوان اینو در واقع نمیشه که اقوال ائمه یعنی تصور کرد یا قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نه با عقل این سازگاری داره و نه با واقعیت سازگاری. بالفرض ما قبول بکنیم که مصباح حسن هست، حسن در واقع توجیه بکنیم که از فاطمه به دنیا آمده. این که حسین داخل حسن باشه یعنی چی؟ هیچ عنوان معنی در واقع نداره. خب بگذاریم از این. نور علی نور یعنی امام بعد امام. در اینجا گفته نور علی نور، نور علی نور، نوری بالای نور دیگر. نوری بالای نور دیگر. اما واضح ترجمه تطلب. بله، نور علی نور یعنی نوری بالای نور دیگر. اما اینجا گفته امام منها بعد امام. خب الله متعال میفرماید که نور بعد نور، چرا نفرمود که نور بعد نور؟ اگر منظور امام بعد امام بود خب خدا نمیفرمودند که نور علی نور، گفته نور بعد نور که تا اینکه در واقع قابل توجیه باشه. یهد الله لنوره من یشاء، یهد الله للائمه لنوره من یشاء، که الله میگوید که مراد از این لنوره من یشاء یهد الله للائمه که الله متعال انسان رو هدایت میدهد به ائمه، هر کسی رو که میخواد. و یضرب الله الامثال للناس. خب این آیه هست که تا اینجا در واقع آوردن. ادامه آیه رو که این آیه 35 سوره نور بود وسط رو ویل کرده رفته روی آیه 40. روی آیه 40 در واقع رفته که الله متعال مثال نور رو هم داده که مثال نور الله متعال مانند مشکاتی هست که در اون یک مصباحی هست و این مصباح در داخل یک زجاجه و یک شیشه هست که در واقع نورش در واقع بیشتر هست و الی آخر که این زجاجه به اندازه‌ای در واقع این شیشه به اندازه درخشان هست، ولو این که چراغ روشن نباشد بازم می‌درخشد، ولو این که ناری نباشه و در واقع روشن نشده باشه می‌درخشد. وقتی که روشن بشود نورش به چه اندازه هست والله اعلم که چندین برابر در واقع می‌شود. بعد از این رفته روی ظلمات رو هم الله متعال در واقع مثال داده. آیه 40 او که ظلمات، در وقتی که الله متعال در این آیه میفهمه او که ظلمات، اینو آورده در واقع او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب الی آخر آیه میفرماید که او که ظلمات، مراد از ظلمات که هست یعنی الاول و صاحبه، یعنی اولی و دومی، اولی و دومی، ابو بکر و عمر. یغشاه موج، یک موج دیگری روی این قرار دارد، مراد کی هست؟ مراد از سومی. خب بله از عثمان. خب اولی رفت، دومی هم رفت، همون اول که ظلماتون که به صورت جمع اومده، این خواسته که در واقع توجیهش بکنه که این اولی و رفیقش، گرچه اینو بعد به صورت جمع باشه یک کسی دیگر رو بعد در اینجا اضافه میکردن. به هر صورت توجیه در واقع این تفسیری هست که این آقا کرده که ظلمات قال الاول و صاحب. ظلمات یعنی تاریک ها، مراد اول و دومی هستند، اولی و رفیقش که یعنی ابوبکر و عمر. یغشاه موج که یک موجی بالای اون اومده، منظور از ثالث هست یعنی عثمان هست. من فوقه موج، بعد از اون موج یک موج دیگه هست، بر روی آن یک موج دیگری هست. ظلمات دوباره اینجا گفته از ثانی. خب ثانی رو که در اول گفتی که اول و صاحبه،
اینجا دوباره میگه که الثانی بعضها فوق بعض، که بعضی روی بعض دیگر هستند. یعنی گفته که معاویه لعنت الله متعال بر کسی باشه که چون این روایتی رو در واقع جعل کرده. الان اگر این آقایی که این روایت رو جعل کرده اگر واقعا میخواست آیه قرآن رو، که قطعا و 100% من 1% نه که 1/100 هم شک ندارم که این روایت جعلی هست، دروغی هست، افترایی هست به امام جعفر صادق و به اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و کسی هم که این روایت رو جعل کرده در واقع هیچ گونه آشنایی با اسلام نداشته، با قرآن نداشته و به هیچ عنوان خیرهای اسلام در واقع نبوده. اگر میخواست که واقعا آیات قرآن رو باید تفسیر میکنم، به ترتیب تفسیر بکنیم. ببینیم همینجا که این آیه رو که در اینجا تفسیر کرده میگه که او که ظلمات، خب قبول کردیم، ظلمات یعنی اول دوم، خب یک بخشش رفت. یغشاه موجون، یک موج دیگری سرشون میاد، یعنی اشاره به خلافت عثمان هست که اینجا میگه ثالث. خب بعد از عثمان کی اومد؟ علی اومد. اگر واقعا قرآن میخواد که این سیر رو در واقع تسلسل رو بیان بکنه که این ظلمات روی هم دیگر هستند، اگر شما میخواهید که چیش بکنید، در اینجا گفته من فوقه موجون، این فوقی که بعد از اون اومده باید حکومت علی باشه. بعضها فوق بعض، بعد میشه خلافت و حکومت حسن و معاویه و بعضی که قبل از معاویه که حسن اومد، قبل از بله که در واقع حسن. اما این در واقع الان به چه خاطر اینو گفتم؟ من این تحدی میکنم که شیعه بیاد یک تفاوت عمده ای رو در میان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان یک طرف و خلافت علی یک طرف پیدا بکنه. آیا قرآن در زمان خلافت خلفای ثلاثه چیزی دیگر بوده، در زمان علی چیزی دیگر بوده؟ آیا نماز در زمان خلفای ثلاثه به کیفیتی دیگر بوده و در زمان علی به کیفیتی دیگر بوده؟ اصلا از اینو بگذاریم، آیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خودش تغییراتی رو، اصلاحاتی رو ایجاد کرد؟ خب ائمه خلیفه دوم فرض کنیم اومد در واقع چیکار کرد؟ موتور رو حرام کرد. بالفرض اون گونه که شیعه ادعا میکنن. آیا علی جایزش کرد؟ در زمان علی جایز بوده؟ نه. خلفای سگانه اومدن نماز رو 5 وقت خوندند. آیا علی اعلام کرد 3 وقت بخونید؟ برعکس در کتاب نهج البلاغه می‌بینیم کنم می‌فرمایست 5 وقت 5 وقت بخونید در نامه 52 نهج البلاغه. اومدند فدک رو گرفتند. آیا علی دوباره این فدک رو بازگرداند؟ طبق داعشیه. حتی خود شیعه معترف به این است که علی در هنگام خلافت خودش هم دستی به فدک، همون حکایت معامله‌ای که با فدک در دوران خلفای قبل از خودش میشد در زمان خودش هم داشت. بلکه علی خودش صراحتاً، من این روایت رو بارها نشون دادم که اعتراف میکند که من نتونستم کاری رو در این زمینه انجام بدم. زنهایی به ناحق در واقع در نکاح مردانی بودن، نمیتونم اونها رو برگردونم و نتونستم فدک رو به صاحبانش در واقع برگردونم. نماز رو تغییر دادن، نتونست که در واقع عوضش بکنه. اذان رو در زمان خلافت خودش آیه 80 ان علی ولی الله میگفتند یا نمیگفتند؟ بیارند مواردی رو که خلفای ثلاثه ابوبکر، عمر و عثمان تغییر داده بودند، بیارند برای ما ثابت بکنند که علی اونها رو به اصل خودشون بازگرداند. وگرنه در ظلمات همه با هم دیگر برابرند. در همون ظلماتی که ابوبکر، عمر و عثمان بوده، در همون ظلمات علی هم بوده. زیرا که از نظر خلافتشون اگر ظلمت هست همه با هم یکی هست. اینم ظلمته، همون فضا بر همین فضا محاکمه. بس بلکه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مشروعیت حکومت خودش رو در واقع همون چیزی میدونه که به ابوبکر، عمر و عثمان در واقع مشروعیت داد. انه بایعنی القوم الذين بایعوا ابابکر و عمر علی ما بایعوهم علیه. همون کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همون شرایط و همون مبانی با من هم بیعت کردند. اگر اون مبانی ظلمت بوده، حضرت علی میگه بر همون ظلمت ها همون بودن. خود علی رضی الله تعالی عنه میگه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم من اومدم و رفتم ایفای نقش کردم. من رفتم ایفای نقش کردم، این در زمان ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم. مگر غیر از این است که علی رضی الله تعالی عنه میفرماید که انا وزیرا خیر لکم امیرا، من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم. غیر از این است که در چندین مورد به حضرت عمر و حضرت بقیه بزرگواران یعنی مشوره میداد که این کارها رو انجام بدید. مشوره برای مثلا فتح ایران،
یکی از مشوره هایش هست. زمانی که از خودشون تنها در اون نرن. مشوره در هنگام فتح کردن در واقع جنگ روم با قادسیه و در وقتی که میخواستن به روم برن، چرا علی رضی الله تعالی این همه در واقع پشتیبانی میکرد از خلیفه، دلسوزی میکرد از اون ظلماتی که در اینجا اومده؟ اگر واقعا دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان ظلمات بوده، عین همین ظلمات در دوران خلافت علی هم بوده و همشون در واقع یکی هستن. اگر این آیه قرآن اشاره به ظلمات ابوبکر و عمر و عثمان داره، این قسمتش که من فوقه موج ظلمات، این در واقع برمیگرده به خلافت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. همون گونه که عرض کردم این روایت نه راویانش قابل اعتمادند، این فارسی ستیزانی که زبان فارسی رو زبان اهل جهنم میدونند، و نه متنش عرض کردم هیچ انسان عاقلی اولا اینو درک نمیکنه، دوما هیچ انسانی که محب علی باشه چون این تفسیر رو در واقع نمیتواند که قبول کنه. کلمه های شاید اتفاقا حضرت مولانا در این باب علاوه بر آن که شما فرمودید، ما یک کلیپی هم در این موضوع داریم که تناقض بین روایت های دو نفر از معممین در تفسیر این آیه اگر اجازه بدید، خاطر اینکه هم میان برنامه هم شده باشه، هم تنفسی برای حضرت مولانا، به همراه شما بینندگان عزیز این کلیپ رو هم با هم میبینیم. برمیگردیم ان شاء الله باز در بخش پایانی برنامه همچنان در خدمت شما خواهیم بود. تناقض در تفسیرهای بی ربط آخوندان. و در حدیث اسبق ابن نباته امیرالمؤمنین آیه نور رو الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فرمود المشکات محمد، فرمود المشکات محمد. کمشکات فیها مصباح فی زجاجه، سوره نور آیه مفصلیه. عن موسی بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عن قوله كمشكات فيها مصباح قال المشكات فاطمة، قال المشكات فاطمة. و در حدیث اسبق ابن نباته امیرالمؤمنین آیه نور رو فرمود انا المصباح، فرمود انا المصباح. والمصباح الحسن والحسين، والمصباح الحسن والحسين. كأنه كوكب دري علي بن الحسين، علي بن الحسين. قال كانت فاطمة كوكبا دريا من نساء العالمين. نمیخواد ترجمه کنم. كانت كوكبا دريا من نساء العالمين. يوغد من شجرة مباركة محمد بن علي، يوغد من شجرة مباركة محمد بن علي. يوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة إبراهيم، الشجرة المباركة إبراهيم. لا شرقية موسى بن جعفر، لا شرقية موسى بن جعفر، لا غربية علي بن موسى، لا غربية علي بن موسى. لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، لا يهودية ولا نصرانية. يكاد زيتها يضيء محمد بن علي، يكاد زيتها يضيء. قال يكاد العلم، علم از این بی به همه دنیا منتشر شد. شیعیان معتقد به عصمت ائمه خود هستند و معتقدند هر آنچه آنها میگویند حق است. تعارضی که در گفته‌های این دو آخوند دیده می شود، در حقیقت تعارض در میان گفته‌های امام معصوم است. این آخوندها با این تفاسیر متعارض از آیات یا باید عصمت امامان را منکر شوند و یا بپذیرند که این روایات جعلی هستند و هیچ اصل و اساس و پایه‌ای ندارند.
بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان در خدمت شما هستیم با بخش پایانی برنامه در موضوع روایات وارده در باب 71 از کتاب اصول کافی حول محور اثبات این ادعا که ائمه نور الله تعالی هستند. حضرت مولانا قبل از میان برنامه به صحیح ترین روایتی که طبق ادعای مجلسی در این باب وارد شده بود پرداختن و تناقضات موجود در اون، و در میان برنامه هم که پخش شد باز دیدیم که چگونه آنچه که نسبت داده میشه به امام معصوم و هر دوی این افراد به نقل از امامان معصوم طبق ادعای چیه نقل میکردن روایات رو و هر کسی یک چیزی میگفت و حالا این تناقض بین دو گفتار معصوم به چه معنایی است باید چیه جواب بده. حضرت مولانا ظاهرا روایت ششمی هم از این باب باقی مانده است. بله، روایت ششم هم هست که اونم در واقع یکی از استدلال‌های بیجا هست، ادعاهایی هست اون گونه که خود آقای مجلسی هم گفته بود که این روایت مجهولی هست. بله. و انسان عاقل روایت مجهول رو در واقع به هیچ عنوان بهش ارزشی قائل نیست. در این روایت ادعا شده با سندی که در اینجا هست از ابوالحسن آوردن عن ابوالحسن علیه السلام که ظاهرا امام موسی کاظم هست. قال سألت عن قول الله تبارک و تعالی، من در مورد این آیه در واقع سوال کردم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، در سوره صف. در مورد این آیه من سوال کردم که منظور چی هست؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخواهند که با دهان خودشون نور الهی رو خاموش بکنن، منظور چی هست؟ قال یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین، میخواهند که ولایت امیر المؤمنین رو چکار بکنند؟ خاموش بکنند. امام موسی کاظم میگوید که مراد از این نور الله که در اینجا هست یعنی ولایت امیر المؤمنین را با دهان خودشون خاموش بکنم. قلت قوله تعالی والله متم نوره، الله متم نورش رو کامل میکند. قال یقول والله متم الامامته، الله متعال امامت را کامل خواهد کرد. والامامت هی النور، امامت همون نور هست. و ذلك قوله عز وجل، این در واقع این تفسیر این آیه هست که الله متعال می آمد آمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا قال النور هو الامام. خب در این آیه سوره صف در واقع ادعایی رو کردند که در اینجا نور، در اینجا یریدون لیطفئوا نور الله، مراد از نور الله در اینجا ولایت امیرالمومنین است. خب در این آیه باز هم الله متعال میفرماید والله متم نوره، الله متعال نورش رو کامل میکند. قول داده که الله متعال نورش رو کامل میکند. یعنی چی؟ یعنی این که امامت رو اون گونه که تعبیر کردند، یعنی این که امامت رو در واقع کامل میکنند. یک سوال عقلانی از تمام شیعه ها، آیا الله متعال امامت را کامل کرد یا خیر؟ طبق ادعای شما؟ طبق ادعای شما آیا امامت امیرالمومنین کامل شد یا غصب شد؟ بقیه ائمه شما، ائمه اثنا عشر شما غیر از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و چند مای سیدنا حسن رضی الله تعالی عنهم اجمعین، آیا بقیه به امامت رسیدند؟ امامتشون کامل شد؟ از امامت یک بهره رو بردند؟ دین الهی اون چیزی که مراد ائمه هست و شما شیعه اونو در واقع اسلام واقعی میدونید، آیا اون در واقع اجرا شد یا خیر؟ شد یا نشد؟ تطبیق نشد. این آیه در واقع همین ادعایی که در اینجا شده خودش اثبات میکند که در واقع این دروغی هست و هیچ گونه در واقع مصداقیتی رو در واقع ندارد. و پس بنابراین در اینجا مراد از نور به هیچ عنوان نمیتواند که نور امیرالمومنین یا نور امامت یا نور علی در واقع باشه. هر کسی که این آیه رو از ابتدا در واقع بخواند، آیه 8 سوره صف را که الله متعال میفرماید و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب و هو یدعى الی الاسلام، چه کسی ستمگارتر هست از کسی که در واقع افترا ببندد، بر الله دروغ ببندد، افترا بکند و هو یدعى الی الاسلام، در صورتی که اون در واقع به اسلام در واقع فرا خوانده می شود. یعنی قبل از این آیه قبلش در مورد اسلام هست که در واقع الله متعال در ادامه این آیه میفرماد یریدون لیطفئوا نور الله، میخواند که نور الهی رو خاموش بکنند، یعنی اسلام را.
یعنی اسلام را یا نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، والله متم نوره، الله متم نورش را کامل میکند. نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین اسلام کامل شد، اما امامت ائمه اثنا عشر نه در اون زمان و نه تا این زمان و نه تا قیامت هم کامل نخواهد شد و تا حالا هم ناقص هست و هزار و اندی سال هست که این امامت در واقع به سرقت رفته، گم شده، خود امام در واقع غایب هست، هیچ گونه اثری از این امام وجود نداره. پس بنابراین این آیه به هیچ عنوان با وجود این که مجهول هست، انسان عاقلی نمیتواند بر این مبنا حرفی رو بزند، با وجود مجهول بودنش با واقعیت هم هیچ گونه تطابقی رو نداره. خیلی ممنونم حضرت مولانا. شماره تماس برای شما بینندگان عزیز زیرنویس شده و میتونید با این شماره تماس بگیرید عزیزانی که دوست دارن در این برنامه با ما مشارکت بکنن. به این سوال ما پاسخ بدید که آیا میپذیرید که زبان اهل دوزخ زبان فارسی است؟ و در مورد سوال دوم که شما نظرتون درباره این برداشتی که از آیه نور داشتند برهان معممین شیعه و من جمله کلینی که نسبت میدن اون رو به امامان اهل بیت و فاطمه زهرا و برخی از اونها و رسول الله صلی الله علیه و سلم، نظر شما در این باب چیست؟ تا تماس‌های شما بینندگان عزیز برقرار بشه، حضرت مولانا من یک سوالی رو دوست دارم که بپرسم. هدف از این بیان این روایات چیست؟ اجازه بدید من این رو قبل از تماس بینندگان بگیریم که پشت خط نمونن. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. خودتون رو معرفی میکنید؟ علوی از شیراز. آقای علوی. آقای علوی؟ بله. از کجا؟ از شیراز. از هرات؟ از شیراز. از شیراز. نظر شما در این باره چیه؟ آقای روایتی که آقای کلینی مطرح میکنه که زبان اهل دوزخ فارسی است. اگر اجازه به من بدید من مطالبم عرض بکنم. شما خیلی صدای شما شبیه آقای ابن مالک است. آیا ابن بله مالک؟ من ابن مالکم. شما من چی بگم به شما دیگه؟ انقدر فوش نثار ما و آبا و اجداد ما کردید که دیگه کمتر از آقای کافی نکردیم. مگر عذرخواهی نکردیم؟ سوالتون، سوال منو پاسخ بدید، فقط در چارچوب موضوع با هم صحبت کنیم. پس آقای در چارچوب موضوع فقط 2 دقیقه من صحبت کنم. 2 دقیقه. نه، من سوال پرسیدم، شما جواب منو میدید. بفرمایید. عرض کردم که آقای کلینی روایت رو نقل میکنه به زبان حضرت علی رضی الله عنه که زبان اهل دوزخ فارسی است. شما به عنوان یک فارس که در شیراز، شهر حافظ و سعدی سنی دوستدار ابوبکر و عمر زندگی میکنید، آیا قبول دارید که حافظ و سعدی در دوزخند یقینا و ما و شما هم که فارسی هستیم هم زبان اهل دوزخیم؟ عرض کنم خدمتتون شما چون راجع به حدیث نور صحبت کردین از آیه سوال من آقای ابن مالک، سوال من مشخص بود. در آیه نور سوال دومی است. سوال اول من درباره زبان فارسی زبان اهل دوزخ است. اینو پاسخ بدید میرسیم به آیه بعدی. ما روایاتی در کتب خودمون داریم که زبان اهل آخرت عربی هست. آیا این آقای ابن مالک، سوال من واضح و مشخص است، راست و چپ نرید خواهشاً. آیا قبول دارید که زبان اهل دوزخ زبان فارسی است؟ من چون در این مورد بررسی نکردم و سند روایت رو ندیدم و آقای کافی در اصول کافی اینو ذکر کردن. آیا روایت اصول کافی نیاز به بررسی سندی داره نزد شما؟ نزد علمای ما بله، چون علامه مجلسی کتاب نوشته، مرات العقول نوشته، شرح خودتون نشون دارین 2 کتاب شرح اصول کافی رو. آیا شما قبول دارید که روایت‌های ضعیف هم داره اصول کافی؟ 100% روایت‌های ضعیف هم درش ممکنه باشه. ممکنه یا هست؟ روایتاش چون نص امامت رو بیان کرده صحیحه. حالا من راجع به همین حدیث نور صحبتی دارم. درباره آیه نور و تناقضی که بین گفتار معممین شماست چه صحبتی دارید؟ آیا میپذیرید که اون جایی که میفرماید که امام حسن و امام حسین و حسن داخل حسین است و بقیه آنچه که نسبت داده شد؟ خدمتتون عرض بکنم این حدیث نور رو فقیه اهل سنت از ابن مغازلی آقای ابن مالک
شما قرار شد در موضوع سوال مطروح صحبت کنید. آیا شما نسبت به آنچه که آقای کافی در این روایت گفته قبول دارید یا نه؟ شما اصلا روایات اهل سنت آیا برای شما سند هست؟ شما میخواید ادعای ائمه از نور هستن رو از کتاب‌های ما ثابت بکنید؟ شما ادعا کردید. شما این ادعای آقای ابن مالک این ادعای شماست. اصلا شما فکر کنید موجودی به اسم سنی در دنیا وجود نداره. شما شیعه، شما اسلام حقیقی، شما دوستدار اهل بیت، یک مسیحی آمد از شما میخواد این رو اثبات بکنید. میگید که در فلان کتاب فلان مذهب که ما اونها را کافر میدانیم اینگونه گفتن؟ اهل سنت را ما کافر نمیدانیم. آیا شما ابوبکر و عمر را کافر نمیدانید؟ ما عرض کنم خدمتتون جواب منو بدید آقای ابن مالک. شخص شما آقای ابن مالک، آیا شما ابوبکر و عمر و عایشه رو در بهشتی میدانید یا نمیدانید؟ خدا آگاه هست به بهشتی و جهنم. شما به عنوان یک شیعه اعتقاد شما، من تمام اهل سنت دنیا بلا استثناء شک نداریم که ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، تمام صحابه رسول صلی الله علیه و سلم، تمام امهات المؤمنین در بهشت هستند. هیچ شکی هم در این نداریم. شما شک دارید که ابوبکر و عمر و عایشه بهشتی هستند؟ ما بحثمون نه، بحث ادعای شماست. ادعای شما عزیز من آقای ابن مالک، شما میگید که ما اهل سنت رو کافر نمیدانیم. شما ائمه اهل سنت رو، تاج سر اهل سنت رو، پیشوایان اهل سنت رو کافر میدانید. شما ابوبکر و عمر رو کافر میدانید، دوزخی میدانید. همش ترس هم دارید حتی نامش رو ببرید. چرا شما صراحتا نمیگید که ابوبکر کافر و عمر کافره؟ این اولی و دومی که در این روایت ها ذکر میشد آیا مراد ابوبکر و عمر نبودن؟ همین روایت اصول کافی رو شما اینو به من بگید. مراد از اولی و دومی در روایت های شما کیان؟ خب نامی نبرده. چون نامی نبرده ما نمیتونیم بگیم اولی و دومی ابوبکر و عمرن. نظر شما درباره عایشه چیست؟ عایشه ام المؤمنینه. بهشتی هست؟ ام المؤمنین بهشتی هست یا نیست؟ ام المؤمنین یه مقامیه که بعد خودش حفظ بکرد و حفظ آیا یک کلمه جواب منه آقای ابن مالک؟ چرا میترسید از گفتن این کلام؟ بهشتی هست یا نیست؟ یک کلام. من به مقدسات برادران اهل سنت توهین نمی‌کنم. آها، وگرنه اگر قرار بود اگر توهین نمی‌کنید اعتقاد شما چیست؟ بهشتی هست یا نیست؟ اعتقاد باید خود برادران اهل سنت برند در روایات و آیات و تفاسیر و تاریخ نگاه بکنند که آیا میشه اینا بهشتی باشن یا نه. ما نمیتونیم. من اگر سنی اعتقاد نداشته باشه که عایشه بهشتی است او را دوزخی میدانم. ما که عالم الغیب و شهادت که نیستیم، هستیم. آیا پیامبر در بهشت هست یا نیست؟ یا اینم شک دارید؟ پیغمبر که به طور قطع بهشتیه. خب الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، آیا مگر مردان پاک با زنان پاک نیستن و زنان پاک با مردان پاک؟ خود در تفسیر این آیه راجع به قول اومده، راجع به سخن نیکو اومده. حالا ما بحث حدیث نور و آیه نوره. نه اینو بحث خودتون باز کردید. عایشه بهشتی هست یا نیست؟ تا اینو جواب ندید من نمیگذارم جلوتر برید. آیا عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهشتی هست یا نیست؟ خب من یه سوالی میکنم، جواب سوال منو با سوال جواب ندید، جواب بدید بعد سوال کنید. آیا زن نوح و لوط بهشتی هست؟ جواب بدید سوال من رو، من به جواب شما میرسم. آیا زن لوط و نوح کافرن چون قرآن گفته؟ عایشه از کجا؟ شما دلیل بیار که عایشه جهنمی است. حالا ما بحث ما جناب ام المؤمنین عایشه نیست. جناب آقای ابن مالک با الفاظ بازی نکن آقای ابن مالک و انقدرم سلمبو قلمبو و شیرین صحبت نکن. جناب ام المؤمنین عایشه، شما عایشه رو دوزخی نمیدانید؟ چرا ترس دارید از گفتن این از واقعیت؟ من نمیخوام اظهار نظر کنم در این زمینه. چرا میترسید که حقیقت شما برای اهل سنت آشکار بشه؟ میترسید که لفظ ام المؤمنینی که از روی تقیه و نفاق برای مادر مؤمنان استفاده میکنید مردم خبر بشن که شما دروغ میگید و در دل شما نسبت به ناموس رسول صلی الله علیه و سلم آن عقیده خبیثی نهفته است که یهود و نصارا برای همسر پیامبر نداشت؟ میترسید بگید؟ ما توهین به مقدسات اهل سنت نمی‌کنیم. نکردید، توهین نمی‌کنید. شما نظر شما درباره عایشه اگر غیر از این است بگید بهشتیه. چرا میترسید بگید بهشتیه؟
این توهینه. اینی که شما بگید عایشه بهشتیه توهین بقیه اهل سنت هست. ما وکیل وصی خدا که نیستیم که بگیم کی بهشتی کی جهنمیه. چطور درباره افراد خودتون که میرسه همه در صدر بهشت هستن، عایشه که رسید اون موقع شما وکیل وصی خدا نیستید؟ خب صدر ما کی؟ ابوذر که روایات رسیده، سلمان که روایات رسیده از خودتون، مقدار، عمار، اینا که درباره ائمه 12گانه چی دارید؟ برید درباره امام سجاد روایت دارید؟ در چه مورد؟ درباره بهشتی بودنشون. خب این که ائمه ما حدیث جز حدیث ثقلین، جز آیه تطهیرن. اونه که ام المؤمنین دربارهش قرآن میفهمد ام المؤمنین الله تعالی گفت مادر مؤمنان است، ولی شما شک دارید که بهشت بره یا نره. مادر مؤمنان نسبت به مردان هست، اما یعنی نسبت به زنان که نبوده ام المؤمنین. یعنی مادر شما در تفاسیر همین آیه 6 سوره اعراف من نمیتونم بیشتر از این به شما فرصت بدم، چون شما صریح نیستید. مثل آقای حسینی گرچه مخالف ماست، گرچه من رو صراحتاً و تمام اهل سنت رو جوری دوربین تکفیر کرد، من از ایشون اگر تماس هم میگیره هر وقت بهشون فرصت میدم و تشکر هم میکنم از صراحت لهجهشون. از عقیده خودتون صحبت کنید، نترسید. آقای ابن مالک درباره حدیث نور صحبت کنید، چون حضرت مولانا فرمودن مراد از اولی و دومی سومی در این آیه چیست؟ بگید. در این روایت اومده. از روایتش چی بگید؟ درباره به کاری به اهل سنت نداشته باشید، از خودتون بگید. خب اولا جناب مولانا که این ترجمه تحت اللفظی رو اشتباه معنا کردن. نور السماوات و الارض، ایشون میگن نور آسمان و زمین خداست. آیا خدا نوره؟ شما ترجمه صحیحشو بگید. شما ترجمه صحیحشو بگید. اگر به مفسرین مراجعه کنن و اون توضیحات عقلی و نقلی که دادن، نور چون واضح هست، آشکار هست، خدا هم چون قدرتش جلت عظمتو هست آشکاره. خدا هم قدرتش و وجودش واجب الوجودش آشکاره و این مثال خود قایم میگه مثال هست. یهد الله لنوره من یشاء، مثل نوری که مثال هست. این مثال زده برای امر محسوس. و بعدم نورون علی نور، خود ابن مغازلی شافعی در مناقب مشکات رو شما برای ما معرفی کنید کی است؟ اینطور که ابن مغازلی شافعی گفته مقصود از مشکات در این آیه حضرت زهرای مرضیه هست. آقای ابن مالک، آقای کافی وقتی که صحبت میکنه که میگه الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مشکات فاطمه است، فیها مصباح در او حسن است. یعنی چی؟ توضیح بدید برای من. مصباح هم امام حسن و امام حسین میشه به عنوان چراغ. ان الحسین مصباح الهدى، این در روایات ما هم اومده، چراغ هدایت هستن اینا. نور علی نورم میگن امامی بعد از امامی یهد الله لنوره، خدا هدایت میکنه به نورش هر کی را بخواد. المصباح فی زجاجه یعنی چی؟ خب شما بفرمایید. من طبق ابن مغازلی شافعی خوندم براتون که این مطلب رو هم رشوت الصادی حضرمی هم آورده جواهر. آقای ابن مالک من تشکر میکنم از شما. صریح صحبت کنید. این حدیث هم صحیحه. صریح صحبت کنید. ابن جوزی این حدیث رو صحیح دونسته. ابن جوزی است، ابن جوزی نیست. آقای ابن مالک شما بله برز پوزش یک لحظه شما تلفظ آقای ابن مالک یک لحظه نفس بگیرید. شما به جای اینکه بیایید اصل امامت خودتون رو که اصل اساس دین شماست از کسانی بگیرید که اونها رو کافر میدانید به خاطر انکار همین ادعای شما در مورد امامت، از کتابای خودتون دلیل بیارید. نیازی نیست که به سراغ کتابهای ما برید. من کتابهای شما خیلی کتابهای ما رو قبول دارید. شما این کتابایی رو که ازشون دلیل میارید قبول دارید. شما کتابایی رو که از اهل سنت استناد میکنید قبول دارید. چون اعتقادش من تشکر میکنم از شما، ممنونم از شما. نمیتونم بیشتر از این به شما فرصت بدم. ممنون از تماس شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه حجت بی حجت بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما بفرمایید. سلام آقای سلیمانی، حال خوبه؟ آقای آخوندی، آقای حسینی خوش آمدید. بله استاد، ما نه که
بکر و عمر رو من پوزش بلکه میتونم از شما همه بینندگان عزیز فرزند آقای حسینی، من نمیدونیم. جناب آقای حسینی، جانم. یک سوال من از شما مطرح میکنم، یک سوال در محضر شما، اجازه بدید که طبق روال برنامه پیش برم. ابن مالک پرسیدین، نمیخواین من جواب بدم؟ خب من همون سوال دوباره از شما میپرسم، عجله نکنید. شما اول درباره تکلیف زبان مادری من و شما صحبت کنیم با هم. شما هم که زبان مادریتون فکر کنم فارسی باشه. شما قبول دارید که دوزخیا فارسی صحبت میکنن یا نه این آقای کلینی همینجوری یه چیزی رو هوا پرت کرده؟ بله، کلینی هر چی گفته درسته. زبان ایرانیان چون آتش پرستی و اهل نار بوده، اعراب هم زیر سلطه ایرانیان بسیار اذیت می‌شدند، لذا از ایرانیان بعدش می‌آمده و زبان اهل جهنم رو فارسی و آتش پرستی می‌دونستند. و اما ما یه لحظه آقای حسینی عزیز، آقای حسینی صدای منو دارید؟ فرمودید که اعراب از اونجایی که ایران آتش پرست بودن و از ایرانیا بعدشون میومد زبان فارسی رو گفتن زبان دوزخ است. خب حالا همین کسی که این روایت رو ذکر میکنه آقای کلینی است. از همین عربی که شما ذکر میکنید که تنفر داشته نسبت به ایرانی ها، شما از همین دینتون رو میگیرید، از همین مذهبتون رو میگیرید. آیا این دروغ گفته یا راست گفته؟ کدوم یکی از اینها؟ کاملا راست گفته. زبان ایرانیان زبان اهل جهنمه و 72 فرقه از امت محمد جهنمی هستند. امامانشون ابوبکر و عمرند و عایشه جهنمی هست، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. این اعتقاد شماست. شما میفرمایید که آقای حسینی یک لحظه، آقای حسینی، این اعتقاد شخص شماست یا اعتقاد و باور دین شماست؟ مذهب شما؟ مذهب ماست. روایت از آقا امیرالمومنین پرسیدن که از اصحاب جمل سوال کردن، حضرت فرمودن که من بریم سراغ سوال بعد. من دوست داشتم که آقای ابن مالک هم به مانند شما صراحت لهجه می داشت و بدون تعارف و خجالت و نفاق در باب بیان اعتقاد و باور خودش این گونه مطرح میکرد. پس این اعتقاد شماست که ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و بقیه صحابه به جز اون چند نفری که شما ذکر میکنید همه جهنمی هستند. درباره آیه نور، سوال بعدی، درباره آیه نور شما آیا آنچه که این روایت در بحث اصول کافی مطرح کرد قبول دارید؟ آقای حسینی؟ بله چون ببینید. خب آقای حسینی شما قبول کردید، من باشه، شما چون قبول دارید پس توش بحث نمی‌کنیم، بریم سراغ یک مرحله بعدی، چون شما اینو پذیرفتید. الان آنچه که خب در کلیپ پخش شد اگر دیده باشید، باز هم از روایت‌های دیگری که به امامان اهل بیت نسبت داده میشه و شما ادعا می‌کنید که معصومیت دارن، روایت‌ها تناقض داره. حالا این تناقض رو شما چیکار می‌کنید؟ آیا در گفتار معصوم تناقض وجود داره که یک معصوم مثلا بگه که مشکات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، کسی دیگه بگه نه فاطمه زهراست؟ ائمه نور نیستن، من اینو قبول ندارم. کتاب خدا نوره و ائمه کتاب ناطق خدا هستند. همونجور که امیرالمومنین علیون مع القرآن و القرآن مع علی فرمود انا کتاب الله ناطق. همونجور که شما الان آقای کلینی گفتن که ائمه نور السماوات و الارض همین ائمه هستن. شما چطور اینو به کتاب ناطق چیز میکنید؟ تفسیر میکنید؟ الله نور السماوات و الارض، اینها مثل نور خدا است، مثل خورشید و شمس و ضحاها، مثل ضحای اونها. آیا آقای کلینی در تعبیری که گفته ائمه نور هستن، نور الله هستن، این تعبیرش درست نیست و دروغ گفته؟ شما همین الان گفتید که هرچی آقای کلینی میگه درسته. هرچی آقای کلینی گفته درسته. خب آقای کلینی میگه نوره دیگه، پس شما چطور توجیهش میکنید صحبتشو؟ آقای کلینی میگه نور الله ائمه هستن نه قرآن. بله؟ آقای کلینی بابی داره که نور الله ائمه هستن. شما میگید کتاب هستن، قبول ندارم. شما از یک طرف میگید که آقای کلینی هرچی گفته درست گفته، از یک طرف میگید که من قبول ندارم که ائمه نورن. این تناقض رو چطور حل میکنید؟ خب نه شما به ما کلینی قبول داره. خب کلینی اگه قبول داره ما قبول. پس شما از قولتون برگشتید. باشه، من متشکرم از تماس شما. هم من از شما تشکر میکنم به خاطر صراحت لهجه شما.
من تشکر میکنم از شما فقط به خاطر استراحت لهجه شما. و آقای ابن مالک، اعتقاد شما اون چیزی که آقای حسینی میگه، و اینکه شما خوشتون نمیاد و به خاطر سری منافع سیاسی نمیتونید مثل آقای حسینی باشید، در دشمنیتون مرد باشید. دشمن هستی، مرد باش، نامرد نباش. کاری نکن که بعداً بیای معذرت خواهی بکنی و مرد باش. عقیدتو بگو، از کسی هم ترس نداشته باش. نیازی نیست که نفاق بکنی، نیازی نیست که سر صدا را بندازی. این اعتقاد شماست، این باور شماست. هر چقدر بخوای پنهانش کنی نمیتونی پنهانش کنی. این باور و اعتقاد شماست نسبت به صحابه رسول صلی الله علیه و سلم، نسبت به ناموس رسول صلی الله علیه و سلم و حتی نسبت به خود رسول صلی الله علیه و سلم هم روایت ها دارید. شما روایت ها دارید که اگر فتح باب شد دیگه مجالی بود ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. من از همه شما بینندگان عزیز پوزش می‌طلبم اگر مقداری تعابیری که استفاده میشه و تعابیری که گفته میشه تعابیر مثل آقای حسینی اعتقاد شخصی ایشون هست و اعتقاد شخصیشون هم نیست، اعتقاد دین و مذهبیشون هست و مذهبی که از اون به نمایندگی از اون صحبت میکنن و یک فرد عادی هم نیستن، یکی از متخصصین علوم شرعی خودشون هستن که صحبت میکنن و ما اعلان بیزاری میکنیم، اعلان براءت میکنیم از هر آن چیزی که نسبت به صحابه رسول صلی الله علیه و سلم، نسبت به ناموس رسول صلی الله علیه و سلم و نسبت به همسران رسول علیه السلام مطرح میشه. ما این عزیزان رو تاج سر خودمون می‌داریم، خاک پای این عزیزان رو سرمه چشمان خود می‌کنیم. ما خاک پای آنها بر دیده می‌نهیم تا کور شود هر آن که نتواند دید. حضرت مولانا ببخشید من وقت زیاد گرفتم، چند دقیقه فقط باقی مونده برای صحبت‌های شما و تعلیقاتی که دارید بردینند. اون آقای حسینی بودن آخری که آقای حسینی بله واقعا یعنی کنار گذاشتن این تقیه‌ای که در واقع صدها سال شیعه تقیه کرده در واقع سودی نبرده از این تقیه، بیان و عقیده خودشون رو اون گونه که هست به قول شما اگر دشمنی دارند مردانگی داشته باشند و دشمنی خودشون رو ظاهرا بگن. امروز زمانی نیست که شیعه بخواد تقیه بکنه، همون گونه که آقای حسینی در برنامه دیگر صراحتاً اعتراف کردند که بله ما معتقد هستیم که قرآن اصلی این قرآن نیست، قرآن تحریف شده است، چون که آقای کلینی میگه صحابه و ابوبکر و عمر و عایشه کافر هستن به خاطر روایاتی که در اصول کافی اومده و همچنین میگه زبان فارسی زبان اهل جهنم هست، من قبول دارم چون که فارسی آقای کلینی گفته و راویان کلینی رو در واقع نقل کردن. حضرت کلینی بله ما حرفی نداریم اگر فارسی زبانهای ایران شیعیان ایران این کتاب رو به عنوان کتاب مرجع قبول دارند و اون گونه که آقای حسینی گفتند هر چی در این کتاب اومده قبول هست، ما با اون حرفی نداریم. حساب ما مسلمانان چیزی دیگر هست، یک مسیر دیگر هست و حساب کلینی ها و پیروان کلینی اونایی که این کتاب رو مرجع خودشون میدن یک چیزی دیگر از غیر از اسلام هست. اسلامی که در آن قرآن نباشه، در آن صحابه نباشه، امهات المؤمنین در آن در واقع وجود نداشته باشه، احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون نباشه، حتی روایاتی که از حضرت علی رضی الله تعالی عنه در این در واقع بسیار نادر هست. راویانی مانند علی ابن ابراهیم قمی که علی رو پشه میخونند، علی رو دابت الارض میخونند، حیوان میخونند علی رضی الله تعالی عنه را، یا بقیه روایاتی که در این کتاب اومده، صفات بسیار زشتی رو که انشاءالله در هفته بعدی خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. اگر اونها این مذهب رو قبول دارند، این کتاب را، این راویان رو با این تفاصیل قبول دارند، ما هیچ گونه حرفی نداریم. مسیر اونها یک چیز مشخصی هست، جدا هست و مسیر ما یک مسیر جداگانه هست. ما همین تمام هدف برنامه ما همین هست که ما به مردم بفهمانیم، اعلام بکنیم که بله آقای حسینی و امثالش اونهایی که کتاب کلینی مرجعشون هست عقیدشون اینه، هیچ گونه ارتباطی با دین مبین اسلام نداره. مذهب شیعه را، کلینی را، مجلسی را، بقیه شیعیان را به هیچ عنوان اینها را به حساب اسلام نگذارند. هدف ما فقط این است که این اسلام ناب یعنی اهل سنت و الجماعت، قرآن و سنت از کلینی و امثال کلینی در واقع برای مردم واضح و آشکار بشه و الحمدلله میبینیم که آقای حسینی و افراد دیگری هم قبل از ایشون اومدن و اعتراف کردند ما به قرآن ایمان نداریم، تحریف شده است، صحابه رو ما کافر میدونیم، ام المؤمنین رو ما جهنمی میدونیم، ابوبکر و عمر رو امروز هم که این نقطه رو اضافه کردند که زبان جهنمیان زبان فارسی هست. خب بیان صراحت داشته باشن و ما اعلام براءت میکنیم از آقای کلینی، از آقای مجلسی و از آقای حسینی و تمام کسانی که چنین عقیده رو دارند و به هیچ عنوان اینها بر اسلام و جز مذاهب اسلامی
در واقع حساب نمیشوند، زیرا که بدون قرآن و بدون سنت و بدون اهل بیت در واقع اسلامی قابل تصور نیست. تشکر میکنم از شما حضرت مولانا خاطر بیانات ارزشمندتون. تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و معذرت خواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط ماندن و یک معذرت خواهیم از همه شما عزیزان به خاطر که مقدار صدای من شما را اذیت کرده و از احمد جان، از فرید، منیر احمد و مهندسان الله و جاوید جان عزیزان پشت صحنه کمال تشکر رو داریم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپاریم و از الله متعال برای رفتگان خودمون بخشش، مغفرت و رحمت رو خواهانیم، کسانی که با توحید از دنیا رفتن، و از الله متعال برای خود استقامت و ثبات در راه توحید و کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم رو خواهانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.